خب خیلی سربلندم که آدینه دیگری است و در پیشگاه شما گرامیان هستم. برنامه امروز درباره ذهن ضمنی جنایتکار رای دهندگان در جمهوری بربرهای اسلامی. امروز میپردازیم به پدیده‌ای یا یکی از بخش هایی که در شناخت ذهن و شناخت شیوه اندیشیدن آدم یا خود شناخت شناسی آدمیزاد بهش پرداختند و خب ما تا به حال نامهای گوناگونی روی اون گذاشتیم، منتها از رهیافت‌های گوناگون وقتی بهش پرداختیم مانند ناخودآگاه، ذهن تکانه‌ای، تصمیم گیری فی‌البداهه و از اینجور چیزا تا به حال بهش گفتیم. اما یک رویکردی است که میپردازه به این قضیه که میگه ما یک پندار رک و رو راست داریم که بهش میگیم explicit mind و که اون چیزیه که معمولا راجبش حرف میزنیم، میتونیم توضیحش بدیم، خیلی خوب میتونیم بازش بکنیم که یه ایده ای رو وقتی داریم راجبش حرف میزنیم، مثل همین حرفایی که من الان دارم با شما میزنم. و یه چیزی هم داریم به عنوان implicit mind، به عنوان پندار کناری یا حاشیه‌ای یا ضمنی. تو فارسی ضمنی رو من فکر میکنم بیشتر بهش میخوره. حالا دلیلش هم این هستش که ما در سخن گفتن میگیم که من به صورت ضمنی به اون اشاره کردم، یا کسی میگه که در حین صحبتاش البته به شکل ضمنی به اون نکته هم پرداخت، مستقیم نگفت چیزی در موردش، ولی وقتی فلان نکته رو گفت معلوم بود که به شکل ضمنی داره اشاره میکنه به اون بخشی که نخواسته خیلی رک و رو راست بهش بپردازه. بنابراین این ضمنی چون تو ادبیات ما هست، حالا شاید برگردان دقیق و یک راستی برای ایمپلیسیت نباشه، ولی چون توی ادبیات ما هستش من ضمنی رو به کار بردم و میتونیم به جای ذهن هم بگیم پندار. ولی خب ذهن ضمنی به خاطر واژه‌آرایی ز و نون فکر کردم که یا پنداشتم که میتونه که در یاد ما بمونه و که ما داریم در مورد چی سخن میگیم. من ببخشید اگر من خیلی نمیدونم تو منابع فارسی دقیقا در مورد اینو چی بهش گفتن روانشناسا در ایران، و البته منم رشتم روانشناسی نیستش، ولی تو در مباحثی که در تحلیل گفتمان و روایت میخونیم و میدونیم باید بشناسیم اینا رو. پوزش میخوام که یک کسی اگر چیزی میگه در تحلیل متن ما باید بتونیم بافتار رو بشناسیم و در بافتار یه چیزی که مهم هست حرفهای نگفته است. حتی در تحلیل گفتمان یا در اصلا حتی تعریف گفتمان میگن گفتمان اون حرفهاییه که گفته نمیشه. در واقع گفتمان جامعه اون implicit mind جمعی میتونه باشه. البته این یک تعریفه. تو تعاریفی که از روی کرد نهادگرایانه بهش نگاه میکنن گفتمان رو یک ایده به شمار میارن که در پشت پندار جامعه هست و همه حرفایی که میزنن وقتی بشکافید باز اون ایده رو شما میتونید پیدا بکنید. بنابراین همون تعریفی که گفتن حرفها یا اون چیزی هستش که جامعه در حرفهاش نمیگه، یعنی میان همه اون چیزهایی که میگه یک بافته ای از مفاهیم به وجود میاره که همه با هم معنی میده ولی جدا جدا معنی نمیده. مانند اینکه شما یک فرشی رو که وقتی بافته میشه، اینها وقتی داره بافته میشه شما رو هم رفته تار و پودها رو میبینید، یعنی پوده که لابلای تارها تنیده میشه و گره زده میشه و هر کدوم یه رنگی داره. شما رنگ ها رو میبینید، جنسش هم دونه دونه میتونید تشخیص بدی اینا. ولی وقتی همه رو با هم نگاه میکنی شما دیگه یه توده ای از تار و پود نمیبینی بلکه فرش میبینید.
و یه نقشی داره اون فرش و این شکلی اون گفتمان جامعه در واقع هنر کاری در اینه که ما بتونیم فرش رو ببینیم، نه اینکه تار و پود رو ببینیم. ببخشید من کمی حساسیتم دارم. بنابراین حالا اینو ای وقتی میایم در نگاه شخصی یا در تحلیل رفتار یا نفری بررسی میکنیم، میبینیم که اون اینجا میتونیم از این روی کرد راجع به پندار آشکار و پندار ضمنی اون حرف بزنیم. و معمولا پندار ضمنی یا ذهن ضمنی جوری هستش که آدما اصلا حتی سخت راجبش حرف بزنن و نمیتونن در موردش بگن، به خاطر اینکه در بخشی که مغز تحلیل میکنه نیستش و پندار ضمنی در جایی هستش که مغز رویدادها رو دیده، گره ها رو پیدا کرده، چارش رو هم یک چاره ای آموخته که حالا این چاره میتونه در انبوهی از چاره ها باشه، یعنی حتما ممکنه حتی در یک گفتگو یک جمله ای رو به عنوان ادامه یک جمله دیگه این رو نگه داشته تو خودش و این رو به عنوان یک چاره تمرین شده با خودش داره حمل میکنه مغز. و اونجا شما میبینید که این به عنوان implicit mind این میاد خودش رو نشون میده. مثلا شما ممکنه روبرو شده باشید با کسانی که اینها صحبت از این میکنن که این زمونه عوض شده، قدیم تو روستاها ما زندگی بهتری داشتیم، اصلا این همه بیماری نبود، این همه مشکلات نبود، آلودگی هوا نبود و این همه گرفتاری ها نبود، این همه خانواده ها همه با هم خوب بودن و یا فک و فامیلا زیاد بودن و همه با هم نزدیک بودن، دوستی ها خیلی زیاد بود، ولی امروز نیستش و اینها. این ظاهر حرفه که کسی داره گلایه میکنه از این که الان چقدر بد گذشته چقدر خوب بوده، ولی اگر بهش بگیم که دقیقاً گذشته چرا خوب بود، ممکنه یه چیزایی رو به شما بگه و در مقایسه، در سنجش با حال، بدیهای حال رو نگاه بکنه و بیاد یک دلیلی بتراشه، بهانه‌ای جور بکنه برای اینکه چرا در گذشته بهتر بود، ولی در واقعیت نمیتونه به سادگی به شما واقعا بگه که چرا گذشته بهتر بوده. ولی اگر اینو بریم مثلا به مدل تست‌های تحلیل شخصیت مثل میلونتری یا مینسوتا یا چیزایی از این دست یه آزمونی ازش بگیریم به شکل تحلیلی یا تحلیل گفتمانی و بررسی بکنیم، از اونجا میتونیم متوجه بشیم که خب این منظورش اینه که قواعد بازی تازه شهر رو نمیتونه متوجه بشه، زندگی ساده رو راحت‌تر دوست داره، اونجا احتمالا خاطراتی داره که بهش خوش میگذشته، ولی حالا که زمین بازی عوض شده اون خاطرات رو چون نمیتونه تداعی بکنه و براش این دشواری به وجود اومده و مغز دنبال اون خاطرات خوشش هست. و شما مثلا کسایی که این مشکل رو ندارن جور دیگه ای میبینید، وقتی در همون محل کسی مونده و رشد کرده یا میبینید طرف میگه آره ما یادش بخیر میرفتیم یه پیکانی داشتیم تو جاده چالوس مینداختیم و مثلا این نواری هم بودش ما تو ماشین میذاشتیم فلان خواننده میخوند و چقدر لذت بخش بود و اینها، من یاد اون افتادم. چون میتونه همه اون رویدادها اگه کسی حالا الان در ایران زندگی میکنه اونا رو دوباره تجربه بکنه، بنابراین خیلی فکر نمیکنه که در گذشته چون اون خواننده بوده خوب بوده، ولی حالا ممکنه که چون میتونه اون رو تکرار بکنه و نهایتا یه نقی بزنه به این که این خواننده های جدید چی هستن که اومدن. این به ما نشون میده که دقیقا حالا صحبت کردن در موردش سخته، به خاطر اینکه ما وقتی در مورد ذهن ضمنی داریم حرف میزنیم راجع به گونه‌ای پرورش یافتگی ذهن داریم حرف میزنیم و اینکه ذهن ما چقدر بد یا خوب یا با چاره‌های نادرست، خرابکارانه، زشت، ضد اخلاقی یا اخلاقی و از این دست رشد کرده. بنابراین ما میتونیم که همزمان در گفتار خیلی در مورد چیزهای خوبی که
الان تو بورس اخلاقیات هست، تو بورس سیاست هست، توی ویترین شبکه‌های اجتماعی هست. ما هم حرف بزنیم، نشون بدیم که طرفداریم ازش، ولی دو تا نکته رو توش گیر میافتیم. یکی این که خیلی نمیتونیم توش ژرف بشیم و پیچیده بیاندیشیم در اون مورد، به خاطر اینکه ما صرفا یک نمایشی از خودمون داریم نشون میدیم که بله معلومه که ما قبول داریم، معلومه که مثلا جاوید شاه، معلومه که نه به جمهوری اسلامی و همه اینها، ولی چون اینا ساده، ولی اینکه چقدر عمق داره رو کسی که خیلی باور تو ایمپلیسیتش، تو ذهن ضمنیش اینا وجود نداره، نمیتونه عمیق بشه و خیلی گسترده راجبش حرف بزنه و موارد گوناگون رو بیاره و اینها. و نکته دیگه در موقع کنش هستش، مخصوصا کنش های فوری، کنش هایی که آدم رو تو تنگنا میذارن، کنش هایی که به شما میگن که همین الان بگو که چی کار بکنیم، یا بیا بریم رأی بدیم دیگه، الان که وقت انتخاباته، میگن بیا دیگه. تو یعنی میخوای بگی به سرنوشت خودت چیز نیستی؟ به نظر تو پزشکیان به نظر بهتر نیستش از اون یکی؟ یعنی به نظر تو واقعا قالیباف با پزشکیان یکی هن؟ یا اون یکی جلیلی چیه، اون یکی مثلا با این یکی فرق نمیکنه؟ بالاخره یه فرقایی میکنه که اگه بگی فرق نمیکنه که واقعا خب حتما بلد نیستی و این شکلی شما رو گیر میندازن. ممکنه یه کسی که خیلی حالا طرفدار یکی از اینا هستش، به خاطر اینکه شما یا من مثلا، حالا هر کسی توان اون ژرفای توضیحی رو نداره، توی کنش گیر بیفته. یکی دو جا دیدم به این واژه ژرفای توضیحی ایراد گرفته بودن، اصطلاح دیگه من از خودم در نیاوردم و در واقع از یک ایراد روایی هستش به عنوان توهم ژرفای توضیحی. یعنی یک کسی فکر میکنه که من خیلی میدونم، مثل حالا دوستی داشت شوخی میکرد، میگفتش که با دیدن 2 تا ویدئو در مورد سیاه‌چاله و منظومه شمسی و یا وویجر و یا چیزهای دیگه، ناگهان احساس میکنه که الان میتونه یک کنفرانس اختر فیزیک رو بره و در مورد ستارگان و سیاه‌چاله ها و سوپرنووا و یا همه اینا صحبت بکنه به خاطر دیدن چند تا ویدئوی 10 دقیقه‌ای. اینو بهش میگن توهم ژرفای توضیحی. ولی یه اختر فیزیکدان حتما میتونه ساعتها در مورد همه این پدیده های سماوی یا آسمانی و اجرام آسمانی حرف بزنه، در حالی که منی که فقط یه ویدئوی 10 دقیقه‌ای دیدم و الان احساس میکنم که وای چقدر من دانش دارم، فقط یه احساس لحظه‌ای هستش و فکر میکنم همه اون چیزایی که شنیدم و اون تصاویری که دیدم رو میتونم دوباره تعریف بکنم و حس میکنم که فهمیدم. ولی به محض اینکه شروع کنم حرف زدن میبینم که حتی اون 10 دقیقه رو نمیتونم تکرار بکنم و دسته بالا شاید 1 دقیقه رو بتونم خیلی شلخته و پراکنده حرف بزنم. بنابراین به میگن توهم ژرفای توضیحی. و بنابراین کسی که تو اکسپلیسیتش خیلی متفاوت هست با ایمپلیسیتش، یعنی در اون چیزی که رو کرو راست میگه با اون چیزی که در ذهن پنهانش، در ذهن نهان یا اون ذهن ضمنیش وجود داره، این تفاوت رو داره. واسه همین بخوام یادآوری بکنم، خیلی ها هستن حالا از جنبه شناسیش و اینا هم میتونیم بگذاریم، ولی ما در میانمون بسیاری رو داریم که شاید مطابق بورس روز حرفهای خیلی تو ویترینی میزنند، ولی به جای کنش که برسه و به اون لحظه‌ای برسه که باید یه کاری انجام بدن، شما میبینید که اون ایمپلیسیتش میاد جلو. به خاطر این شما اون لحظه‌ای که میخواید یه کاری انجام بدید، شما انبوهی از چاره‌های آموخته شده و تمرین شده رو با خودتون دارید. شما موقع رانندگی به تک تک اتفاقات نگاه نمی کنید که چه اتفاقی داره میفته، به خاطر اینکه این تمرین شده و درونی شده در شما
یا موقعی که میخواید دوچرخه برونید دیگه به پاتون و موقعیت رکاب‌ها، فرمان، جاده، ارتفاعتون و همه اینها نگاه نمی کنید، در حالی که روز نخستی که میخواستید دوچرخه سوار شید همه اینا رو نگاه میکردید و حتی اینکه کدوم پاتون پایین هست بالا هست، فرمون رو در لحظه هی میخواید که کنترل بکنید، برای همین پیوسته به چپ و راست ممکنه بکشید و نتونید حتی تعادلتون رو نگه دارید که همزمان رکاب بزنید و به پیش برید و بتونید که بپیچید. ولی این رو وقتی تمرین میکنید دیگه بعد یه مدت شما اصلا به هیچ چیز نگاه نمیکنید، شما فقط یه دوچرخه میبینید و اون دوچرخه به شما میگه سوار من شو و برو و اون شما سوار میشید و بدون اینکه به هیچی نگاه بکنید میرید انجام میدید. این اون چاره آموخته و تمرین شده هستش و ما در زندگیمون انبوهی از این کارها رو داریم و کودک انسانی یکی از کارهایی که در پرورشش انجام، یعنی خود پرورش ذاتاً آموختن همین جور چیزاست، یعنی آموختن انبوهی از آرایه‌های فرهنگی هستش که حالا در هر فرهنگی میتونه متفاوت باشه، از خوراک خوردن و پوشیدن پوشاک و رفتار با دیگران و جایگاه در جامعه و انبوهی از چیزهای دیگر رو کودک میآموزه، تمرین میکنه و در اون پرورش پیدا میکنه و شما در بسیاری از چیزها دیگه فکر نمی کنید که وقتی کسی رو میبینید چجوری باید باش احوال پرسی بکنید. حتی احتمالاً شما یه تکه کلام هایی دارید که تا یه کسی رو میبینید یا یه دوستی رو میبینید همیشه همون حرفا رو بهش میزنید، یعنی بهش میگید چطوری، خوبی و چه خبرها، یه 3 تا جمله از پشت سر هم میگید و اینا رو شما پیوسته تکرار میکنید و در تمام طول روز شما 99% من و شما داریم همین کارا رو انجام میدیم و بنابراین اون ایمپلیسیت ما خیلی پره و ما معمولا هم وقتی میگیم در موردش حرف نمیزنیم یعنی همین در موردش حرف نمیزنیم. ولی وقتی که من دوچرخه رو یاد گرفتم، امروز دارم سوار یه موتور میشم، یه تجربه تازه‌ای دارم و در مورد موتور سواری میرم حرف میزنم. وقتی نخستین بار جت اسکی سوار شدم راجع به جت اسکی میرم حرف میزنم که آره این جت اسکی اینجوری و تعادل تو میخوای نگهداری اینجوری و من یه بار با شیرجه رفتم تو آب، کلا رفتم تو 1 متری رفتم پایین در اومدم و بعد خاموش شد جت اسکی. ولی دیگه در مورد دوچرخه، این که زنجیر دوچرخم یه لحظه گیر کرد یا داشتم رکاب میزدم توی یه سراشیبی بود خیلی دور گرفتن، دیگه اینا مال مثلا نوجوان ها میتونه باشه یا کسایی که تازه دارن دوچرخه سواری میکنن و براشون هنوز هیجان انگیز، جای صحبت داره، در حالی که ما یعنی اکسپلیسیت میکنه، در واقع ما چیزهایی رو در موردش حرف میزنیم که همچنان برامون نو هست. و یه مورد دیگه هم که داره اینه که خیلی ها میگن که ما دیگه نمیدونیم چی باید بگیم و انگار که ما خسته شدیم، کم آوردیم یا میگن که همه حرفا زده شده. میگن تو یادم این کشور کمونیستی حالا شوروی بود احتمالاً، یادم نیست کجا بود، میگفتن یه کسی رو گرفتن که داشت یه کاغذایی رو پخش میکرد و نگاه کردن که این کاغذها سفیده، همه کاغذاشو گرفتن ورق زدن نگاه کردن این کاغذها همه سفیده. گفتن که اینا که سفیده چرا کاغذ سفید داری پخش میکنی که روش چیزی نوشته نیستش؟ گفت دیگه همه چیزو همه میدونن، چیز دیگه ای نمونده که نوشته نشده باشه و همه چیز روشنه و مشخصه و بنابراین دیگه نیازی به این که شما چیز تازه‌ای بنویسید نیستش. این کنایه است به این که اون ذهن رک و رو راست جامعه دیگه به آخر خط رسیده و اون استبداد رو فهمیده، اون اون تنگناهای کمونیسم رو، گرفتاریاش رو، بلاهاش رو، جهنمی بودنش رو، همه اینا رو دیگه متوجه شده و کاملا دیگه افشاگری دیگه براش بی‌معنیه و دیگه وقتی شما میگی که این مثلا این سران این کشور کمونیستی دارن دزدی میکنن یا برای خودشون بهترین ها رو فراهم کردن و بدترین ها رو دارن
برای ما فراهم میکنن دیگه اینا حرف تازه ای نیستش و بنابراین خیلی ها فکر میکنن ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. توی فضای ما همین اتفاق افتاده و خیلی ها فکر میکنن که ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم، دیگه همه چیزو گفتیم. یعنی توی این فضا و با این اتفاقاتی که افتاده و با این خونهایی که ریخته شده و اینکه هنوز کسی بره رأی بده، دیگه واقعا خیلی دیگه جنایتکار دستش توی خونه و دیگه خیلی احمقه، خیلی نادانه، خیلی و یه همچین ذهنیتی پدید میادش. و بنابراین ما باید همزمان انبوهی از خواسته های خودمون رو کاری بکنیم که ایمپلیسیت بشه، ضمنی بشه، گفتمان بشه. یعنی وقتی حالا دونه دونه آدما رو نگاه میکنه، اینا تو ذهنشون میشینه و میره توی پشت زمینه حرفاشون. وقتی دیگه هر حرفی دارن میزنن، این تو به شکل ضمنی دارن به اینکه این آخوندها بعد از تنها حاکمیت ملی ما رو اشغال کردن و شاهزاده باید برگرده و ما باید به شاهنشاهی برسیم و ایران شهریار در اینجا دوباره باید به تخت بشینه و همه این صحبت ها به شکل ضمنی دیگه میشه و این هم نشان از فراگیری داره. منتها وقتی که ما هنوز سرمایه اجتماعیمون به اندازه کافی نرسیده، میتونه دستمایه این بشه که ما دیگه احساس کنیم چیزی برای گفتن نداریم. و اگر شما چیزی دیگه برای گفتن نداشته باشید، از پنجره گفتمانی آروم آروم بیرون میرید و روایت رو میبازید، در حالی که همیشه باید جنبه های تازه ای رو پیدا کرد و به این اندیشید که این چیزاییه که من میدونم. اگر این به شکل یک گفتمان کامل بشه، یعنی ما اون پودهایی که به تار جامعه تنیده شدیم و بافته شدیم، آیا ما هممون با هم اون فرش رو داریم نشون میدیم یا هنوز نشون نمیدیم؟ یه فرش نیم بافته هستش و ما دوست داریم اینو تمام بافته ببینیم. چون اگه تمام بافته باشه و نقش روش معلوم باشه، ما تو جامعه که میدونید آزمایشگاه نداره ما بریم اندازه گیری بکنیم و بگیم ما در یه لابراتواری رفتیم آزمایش کردیم این فرشه تمام بافته هستش. جامعه خودش آزمایشگاه خودشه. شما در خود جامعه باید دنبال اثر و نمونش بگردی و بنابراین این که توی بخشی که سرمایه اجتماعی ما شدند این گفتمان جا افتاده، این خوبه. اما همین بخش باید بتونه همچنان اپروچ هایی رو پیدا کنه، رهیافت هایی رو پیدا بکنه، مثل همین کاری که ما هر هفته داریم میکنیم. واقعا کار سختیه که شما هر هفته حرف بزنی و هر هفته حرف تازه‌ای بزنی و توی تمام این مدت ما عنوان تکراری هم نداشتیم و همیشه سعی کردیم که حتی عنوانهای نزدیک به هم حتی برمیگزینیم، یه ویژگی های تازه‌ای رو از رهیافت تازه‌ای بهش بپردازیم که همیشه یک موضوعی برای اندیشیدن و در پنجره گفتمانی نگه داشتن ایدمون نشون بدیم و این خب حرکت میکنه، راه میره و میره این ور اون ور و شما همیشه احساس میکنید که خب این گفتمان وجود داره. بنابراین یه گفتمان بزرگ همیشه چیزی برای آوردن از بیرون داره، همیشه چیزهای نو در آموختن در مورد سیاست، در مورد جامعه، در مورد اقتصاد، در مورد انبوهی از چیزها هستش که ما میتونیم بریم در موردش بیاموزیم، حرف بزنیم و با جامعه در میون بذاریم. به خاطر اینکه از سوی دیگه جامعه ما هم همیشه وقت شنیدن داره. یعنی شما حتما در مورد بسیاری، شما مثلا 90% چیزایی که توی یوتیوب براش محتوا داره تولید میشه یا تو شبکه‌های اجتماعی، حتی بیشتر، من 90% میگم که بگم خیلی مطمئنم که دارم میگم، ولی میتونم بگم 99%، اینا همه اطلاعاتش وجود داره و هیچ کدومش نو نیستش. مقاله هاش قبلا در اومده، اگر که ویدیوهای فان و پاپ و اینا هستش و شما مثلا یه جوکی در میاد، انبوهی از این بلاگرهای اینستاگرامی و یا شبکه‌های اجتماعی همون جوکو شروع میکنن تعریف کردن که
اونا هم بتونن ویو و اون بازدید اون جوک رو بگیرن. یعنی رقابتی برای این بروز وجود داره و ما هم باید این رو برای خودمون داشته باشیم، نه که مثل اونها، ولی باید شما همیشه بتونید یه مطلبی رو داشته باشید برای اینکه ترجمه بکنید بدید به جامعهتون. و ترجمه کردن یعنی اینکه دهان به دهان بچرخه، من به شکل خبر مطلب رو از بیرون میگیرم، در درون خودم تبدیل به آگاهی میکنم، به نفر بعد دوباره به شکل خبر میدم. یعنی خودم دارم آگاهی خودم رو اکسپرس میکنم، بیرون میدم و نشون میدم که من در مورد این هم میدونم، ولی نفر بعدی که داره از من میگیره اونو به شکل آگاهی نمیگیره از من، به شکل نالج نمیگیره، به شکل نیوز میگیره، به شکل یک رویداد، یک خبر بیرونی، یک محرک، اینو اینجوری از من میگیره و بعد اگر براش مهم باشه و موضوعش باشه اینو در درون خودش تبدیل به آگاهی میکنه تا این رو حالا اون آگاهی که تولید شده در نفر اول با نفر دوم با نفر سوم فرق میکنه و همین شکل میچرخه، حرکت میکنه و به این میگن تکامل اون میمز ها، اون آرایه های فرهنگی که چطور از این نفر به اون نفر فرق میکنه و این میم ها توی شبکه‌های اجتماعی هم همین تکامل رو پیدا میکنه. یعنی خبری که آگاهی دیگری بوده و من از او گرفتم حالا در درون من تبدیل به آگاهی میشه که این آگاهی من از کجا به وجود میاد؟ مغز خبر رو با انبوهی از اخباری که در گذشته گرفته و اونا رو تبدیل به آگاهی کرده میسنجه و عناصر تشکیل دهنده اون شامل هیجان در رتوریک، روزی که در مورد رتوریک حرف میزنیم در مورد بخش های رتوریک حرف زدیم، اتوس، لوگوس و پاتوس، و گفتیم که چطور اینا شکل میگیره و مغز همینا رو متوجه میشه و نگاه میکنه این اتوسش شبیه کیه، پاتوسش شبیه کیه و لوگوسش از کجا میادش و اینها رو با سنجش حافظه با خبر تازه آگاهی نو و ویژه خودش رو میسازه و وقتی که میخواد اون رو ابراز بکنه به دیگری بده این دیگه فرق میکنه با اون خبری که از نفر اول به دوم رسید، از دوم به سوم رسید و همینجوری این ادامه پیدا میکنه و بنابراین شما میبینید که یک ایده ظاهرا شبیه هم ولی اینکه نوع آگاهی با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین یه مطلبی رو به وجود میاره که آدما حالا میتونن در موردش گفتگو بکنن، یعنی حرف بزنن و نظرشون رو بگن. اون میگه ولی من فکر میکردم اینجوریه، اون میگه نه به نظر من بیشتر اینجوریه و این گزاره آقا به نظرم خیلی کم اهمیته. اون میگه نه ولی من کاملا اینو با برجستگیش رو خیلی بیشتر میبینم، نه این چقدر کم اهمیت، تو چرا کم اهمیت میبینی؟ و اینا بعد میان اون حافظه خودشون، برداشت خودشون رو با هم در میون میذارن از یک موضوع و بنابراین این ما باید این توان رو داشته باشیم که همواره بتونیم که اون پندار رک و رو راست رو بهش دامن بزنیم، اونی که تو گفتمان خودمونه، ولی از طرف دیگه باید کاری بکنیم که این توی جاهای مختلف انجام بشه. یعنی ما اگر که این رو صرفا توی یه شبکه اجتماعی نگه داریم، توی فکر کنیم که توی یه بدی، یه اشکال یا یه ویژگی، حالا نگیم اشکال، یه ویژگی که داره این حرفا اینه که اگه ما فکر بکنیم که توی توییتر همه میدونن که چه خبره و شما برو تو توییتر ببین چه حرفهایی که نمیزنن، این نشون میده که یعنی ویژگی آگاهی انسانیه. مثل آغاز برنامه گفتم که شما میتونید خاطرات کودکیتون یادتون بیاد که در کودکی در جاده چالوس یه خواننده ویژه، حالا بگیم مثلا خانم همیرا میخونده و شما با اون آهنگ خاطره ویژه‌ای دارید، این تو ذهن شماست و اگر آهنگ همیرا رو بشنوید یا تو جاده چالوس باشید یا جاده‌ای باشید که مغز شما خیلی احساس بکنه این شبیه همون جاده چالوس یا احساسی که اون لحظه داشتید، چون حس شما رو هم مغز نگه میداره، یه پکیجی از تمام این دریافت‌های ذهنی و ضمنی که
از حواس بیولوژیکی ما میتونه به دست بیاره، همه اینا رو با هم نگه میداره. و شما وقتی که توی یه دونه از اون فضاها قرار بگیرید، همه اون پکیج رو به یاد میارید. یعنی مغز وقتی میره اون کشو رو باز میکنه که مثلا آهنگ خانم همیرا بوده یا هوای نمناک یا اون مهی که لابلای کوه بوده و ما داشتیم ازش رد می شدیم و یک حس خنکی روی صورت منی که بالا بچه بودم اون موقع به من میداده، الان اگه جای دیگه همون حس با اون حس خوشحالی، حس نو بودن، حس کشف یافتن و همه اینا رو به من دست بده، حالا من همه اون بسته‌بندی رو که مغز میره باز میکنه از اون کشو در میاره، همه اینا من یادم میاد. این ویژگی به ما میگه که اگر شما میخواید که یک امر روکروراستی رو، یک پندار روکروراستی رو تبدیل به ذهنیت ضمنی جامعه خودتون بکنید، اینو باید در جاهای گوناگون بهش برید یاد بدید. یعنی نذارید که فقط توی توییتر بمونه، بذارید که این در جاهای گوناگون در جامعه دیده و شنیده بشه. یعنی جوری نشه که ما عادت بکنیم که خب در خیابان خبری نیست، در فک و فامیل ما هیچ حرفی نمیزنیم، در اصناف، در پیشه‌وری ما هیچ نکته‌ای نمیگیم، حرف از مشروطه نیست، حرف از ایران شهریار نیست، سخن از بازپسگیری حاکمیت ملی نیست، ولی در توییتر اونجا ما ترکوندیم. این باعث میشه که مغز میاد این فضاها رو تفکیک میکنه از هم. به نظر میاد که انقلاب باید دیگه در توییتر مثلا انجام شه. حالا من اینجا چون تو توییتر ما داریم حرف میزنیم، توی ایکس داریم حرف میزنیم، من اینجا رو میگم، میتونیم اسمشو بذاریم اینستاگرام پوزش میخوام، یا تلگرام، یا نمیدونم هر جای دیگه ای، یا هر فضای دیگه. یعنی شما اگر که یه جمع دوستان ویژه‌ای دارید که فقط حرفای سیاسی رو با اونا میزنید، به مرور به نظر میاد که تو اون محفل دوستانه شما که هر وقت دور هم میشینید 2-3 نفر هستن که اینا همیشه حرفا رو سیاسی میکنن، همیشه راجع به این که این انقلاب ملی چی شد، کجا داره میره، اینا حرف میزنن، انگار که فقط توی اون جمع این اتفاق میفته و دیگه توی جمعای دیگه خب دیگه اونا دیگه صحبت مثلا عرقخوری صحبت نمیدونم بزن برقصه و آره اونا هم جای خودش هست، ولی باید پخش بکنید که در همه جا این باشه. میشه اون وسط بزن برقص یا وسط عرقخوری هم یکی مثلا پیکشو بیاره بالا بگه به سلامتی شاهنشاه ایران رضا پهلوی که بازگشتش رو همینجا تو همین شهر خودمون جشن میگیریم، میاد سر همین خیابون ما میریم به دیدارش به سلامتی اون روز. یعنی میشه حتی توی جمعایی که به نظر هیچ ربطی هم نداره شما این امر رو ببرید تا اون ذهنیت از اکسپلیسیت که مربوط به یه جایی هست تبدیل به ایمپلیسیتی بشه که در همه جا حالا کار میکنه. نه اینکه فقط یه خاطره گنگی رو اینکه آره این من و تو رو من هر وقت نگاه میکنم، واقعا اون چیزایی که از زمان اعلی حضرت نشون میده واقعا چقدر لذت بخشه یا خوبه اینها، و اینو ما نباید بذاریم فقط به عنوان وقتی پای تلویزیون میشینیم کانال میذاریم رو من و تو، حالا الان که برنامه خوبی نداره یا این آقاه یا خانومه داره حرف میزنه و آره اون برنامه‌شو دیدی که چجوریه، نباید این شکلی باشه. و این که وقتی فقط اثرشو میبینیم یا تو اون فضا قرار میگیریم یا اون آهنگ خانم همیرا رو میشنویم، یاد جاده های شمال و تابستون و نمور و دریا و اینا بیافتیم که آره این آهنگ جاده های شمال محال یادم بره رو داشتیم گوش میدادیم. و که این باید یه جوری باشه که همیشه طرف زمزمه بکنه، همیشه تو هر جایی بتونه نمودهای این رو ببینه. این شکلی ما میتونیم اون ذهن ضمنی جنایتکار رای دهندگان در جمهوری بربرهای اسلامی رو عقب بزنیم. یعنی ذهن ضمنی ما بره جایگزین بشه به جای ذهن ضمنی اونها. یعنی ایمپلیسیت مایند وقتی میگیم جوری باشه که مردم در پوست و گوشت خودشون، در پندار خودشون، در اون ژرفای خلوت خودشون متنفر باشن از جمهوری اسلامی، بدونن که باید حاکمیت ملی رو پس بگیرن، در هر لحظه‌ای باید بدونن که شاه باید برگرده
و ما حکومت ملیمون رو باید داشته باشیم و حالا همه اون رتوریکی که من فقط برای اینکه چون بخوام اشاره بکنم که اون به سرفصلا فقط اشاره میکنم، ولی همه اون رتوریک رو شما میتونید در جا به جای زندگی طرف جا بندازید. در حالی که جمهوری اسلامی کاری که میکنه چیه؟ میاد رو حتی رو کسایی که اومدن تا دیروز شعار نه جمهوری اسلامی دادن یا اومدن مهسا امینی همینجوری هشتگ زدن یا به یاد زنده یاد مهسا و همه اینها، حتی اونها رو میخواد برگردونه بیاره تو صف رای. و از کدوماشون رو میتونه بیاره؟ اونایی که فقط رفتن توی ویترین مهسا امینی، اونایی که فقط رفتن تو ویترین انقلاب ملی و گفتن که بله ما خیلی خشمگین شدیم و این چه کاری بود و چرا دختر مردم رو کشتید و ای مرگ بر شما باد و اینها. ولی در واقعیتش میگه حالا واقعا یعنی تو فکر می‌کنی جمهوری اسلامی باید بره؟ میگه حالا آخه لعنتی اینو برم کی بیاد آخه. و میبینید که تو اون ایمپلیسیت مایندش، تو اون ذهن ضمنیش، یا خیلی از اینایی که میان بدترین دشنامه رو به جمهوری اسلامی میده ولی شما رو واگذار میکنه به اتحاد. یعنی اینکه من چه میدونم، من خبرم، حالا اونا اگه یه کاری بکنن و اینها. و ببینید پای تلویزیون نشسته و اون ایجنتیک آیدنتیتی رو هم دیگه نداره و شما با همچین پدیده ای طرف هستید. و این موقع رأی دادن هم که بشه یه ذره بهش قلقلکش بدی که ببین این فلانی مثلا که الان میخوایم بریم بهش رأی بدیم، این مثلا از قومیت تو یا همزبان خودت دیگه، پاشو بیا بریم رأی بده. و میبینید پا میشه میره. یعنی تو پندار پشت ذهنش به شکل ضمنی، اگرچه عیان داره فوش میده یا دشنام میده به جمهوری اسلامی، ولی به شکل ضمنی همون ذهنیت جنایتکار جمهوری اسلامی رو با خودش داره حمل میکنه و فکر میکنه که من به اینا وابستم، حالا حقوق بچه منو اینا دارن میدن، داماد ما مثلا خودش توی فلان نهاد داره کار میکنه یا تو فلان وزارت خونه هستش، یا عروس من تازه فلانجا رفته استخدام شده و فلان نهاد یا وزارت خونه یا حالا هر جایی و حقوق خوبی هم داره میگیره. پس فردا یهو داستان نشه برای ما، حالا من میرم اینجا رأی بدم، نگن آقا این پدر شوهرش چیز نکرده یا پدر زن این یا مادر این بچه من میخواد بره سر کار و اینا، یهو نگن که این مادرش ضد انقلابه یا نرفته رأی بده اینها، بذار من برم حالا. یعنی اینجا اون منفعت طلبی، اون عافیت طلبیه، اون فرصت طلبی، اون اپورتونیسم و اینا همه میاد چیره میشه بر همه اون حرفایی که میزده و خدای آخونده رو لعنت بکنه و اینها. میبینید که اینو کشید به سمت خودش. این دلیلش اینه و این یه واقعیتی هم هستش. یعنی ما باید بپذیریم که به هر حال این بخشی از ذهن ضمنی جامعه ما هست، بوده، تو این سالها به شدت کاهش پیدا کرده، اصلا به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده. از اون وقتی که مردم رو ردیف میکردین عکسایی که در میومدش و اینها، و ما هم خب به هر حال تو شهر بودیم میدیدیم دیگه، اونقدی شلوغ نبودش این حوزه های انتخاباتی و به شکل عمده‌ای که شلوغش میکردن، ولی خب یه عده میرفتن رأی میدادن. هم من دیدم، هم شما دیده، هر کی در ایران بوده دیده که یه عده میرفتن رأی میدادن، مثل این یه عده‌ای که میرن نماز جمعه، نماز جمعه معلومه که کیا میرن، ولی برای رأی دادن همیشه خیلی آب و تابش میدن که یعنی شما ببین همه میان، اونی که روسری هم نداره، اونی که با شلوارک پوشیده، اونی که مثلا کلاه اینجوری گذاشته و عینک اونجوری زده و خالکوبی داره و اینها، و نمیدونم عشق خواننده های آمریکایی هم داره، طرف از آمریکا پاشده اومده ایران که فقط رأیشو بده برگرده و از اینجور تبلیغات انجام میشه. ولی درسته اینا صدها برابر میخوام بزرگش بکنم، ولی اونقدی وجود داره و این که ما باید اینو بشناسیم و بتونیم این رو عقب بزنیم. اون چیزی که باید تو ذهن ضمنی جامعه بشینه گفتمان ما باید باشه و روش هاشم که یه مروری با هم کردیم. نمیدونم این موضوع چقدر نو بود یا از این روی کرد پرداختن به ذهن
رو راست و ذهن ضمنی چقدر میتونه کمک بکنه که ما از روایتگری دست بر نداریم، هیچ وقت خسته نشیم، کوتاه نیاییم و تا اون ذهن ضمنی رو باید عقب بزنیم. تو ایام خب خیلی شعارا میدن و اینها، به نظر آدم میاد که خب دیگه ما دیگه پیروز شدیم و همه دارن همین حرف منو میزنن، ولی ما از ذهن ضمنیشون خبر نداریم. چون یه چیز فارسی میگیم خدا از دلش خبر داره، یا یه همچین چیزی میگن، حالا من دقیقا یادم نیستش، ولی یه همچین چیزیه و ما نمیدونیم واقعا تو دل مردم چی میگذره. توی جاهایی که توی اچ آر ها آزمون هایی هست برای البته اینا هیچ کدوم جنبه درمانی نداره، بلکه جنبه اینو داره که میخوام بدونن که خب شما میرید برای یه شرکتی میخواید استخدام بشید، از شما میپرسن که آیا شما میدونید اونجا تیم ورک، کار گروهیه، شما باید خیلی سازگار باشی، ولی شما واقعا هم نیستی شکلی، ولی میخوای نشون بدی که هستی، چون به اون شغل نیاز داری، پولشو میخوای، جایگاهشو میخوای، یه چیزیشو میخوای دیگه. و خیلی ها میرن به دروغ میگن که بله من خیلی آدم خوبیم، خیلی سوشالم، خیلی اصلا تیم ورک رو دوست دارم و من میتونم که با گروه خیلی خوب کار بکنم، همیشه خودم رو تو گروه خوب جا میدم و حالا انبوهی هم از تخصص‌ها و ویژگی‌ها و اینای خودش میگه. و منتها چون توی اون کار نیاز به یک پیشه ویژه، نیاز به یه شخصیت ویژه‌ای دارن که اون کار رو انجام بده، حالا میان از این آزمون‌های بررسی ذهن ضمنی استفاده میکنن و نسبت به اون کار میرن میگردن دوروبر اون موضوع و تضادها رو پیدا میکنن و میان اونا رو به شکل همون ضمنی باز از طرف میپرسن تا ببینن که چه پاسخهایی میده وقتی به چالش کشیده میشه و سخت میشه قضیه براش. ولی خب من فکر کردم که شاید ما هم بتونیم همچین چیزی طراحی بکنیم، ولی خب از کی بریم بپرسیم؟ ولی میتونیم اینو با جامعه در میون بذاریم، یعنی مثل این آزمون های اچ آر بریم ببینیم که المان های موضوعی ما چی هستش و اون ذهن ضمنی مخالف اگر وجود داره اون چیه، تا بتونیم که این تضادها رو با آدما نشون بدیم تا اینا بتونن که متوجه اون تضادهایی که هم میکنن بشن، تا بتونن اینو درستش بکنن. به هر روی امیدوارم که سرتون درد نیورده باشم، موضوع بدی نبوده باشه و سرفه های من رو هم ببخشید. از من بس تا اینجا. جناب یوسفی در خدمت شما. سپاسگزارم ازت. من هم تو خیلی بحث سختیه واقعا، چون به نظرم در مورد این مسائل صحبت کردن که تخصص میخواد و مطالعه زیاد، خیلی در حیطه علایق من نیست، ولی همونطور که گفتی خیلی لازم هست که بدونیم، حداقل یه مبانی رو در نظر بگیریم. بسیاری اما خودمون شاید این کار رو بکنیم، یعنی بخوایم برای قضاوت دیگران روی همین نکته ها، روی همین نقاط حساسیت پیدا میکنیم، رفتارها و فعالیت های افراد رو برای این اساس قضاوت میکنیم و اون چیزی که نهایتا به حس شیشم ما معروفه، میگیم مثلا حس شیشم خوبی دارم یا قضاوت خوبی کردم، گات فیلینگی که داریم دقیقا همین ضمیر یا ذهن ضمنی ما میاد بدون که خودمون متوجه باشیم. میتونیم اون تجربیاتی که مغز اندوخته جایی به هر حال ذخیره کرده و بدون اینکه ما خودمون متوجه باشیم در دسترس تجزیه و تحلیل قرار میگیره تو ذهن ناخودآگاهمون و بروز پیدا میکنه. اما اگر که این دوتا مفهوم، یعنی این ذهن سریع و ذهن ضمنی رو متوجه بشیم، فکر میکنم میتونه به ما کمک بکنه در مورد اطرافیانمون، دوستانمون یا کسانی که به هر حال در این جنبش انقلابی مدعی هستن که همراه ما هستن و بتونیم که استراتژی یا برنامه یا روابط مناسبی رو برقرار بکنیم، میتونیم اعتماد بکنیم یا نکنیم. برای این خیلی به نظر من مهمه. ما از بی‌اعتمادی مصری داریم رنج میبریم، این بی‌اعتمادی که جمهوری اسلامی عمدن همراه با گروه های 57
بین ما به وجود آورده و به درستی هم هست. به هر حال هزینه زیادی داره اعتماد کردن و گرفتار شدن، خصوصا برای هموطنانمون در داخل ایران. و اگر که ریسک حساب نشده ای رو انجام بدیم یا به هر حال بدون در نظر گرفتن مخاطرات اعتماد بکنیم، ممکنه که بسیار بسیار گران تمام بشه. ستاره بهشتی یک نمونه از این اتفاقات هست. بنابراین اهمیت این موضوع به این مهمی در اینجاست، در این که میتونه به ما کمک کنه. ما نمیخوایم بریم که کسی رو ویزیت بکنیم یا معاینه کنیم و نسخه براش بپیچیم، ولی تا اون حدی که به ما کمک بکنه در این جنبش انقلابی، در روابطمون، به نظر من خوبه که این رو بدونیم، اون که کجاها و چجوری بروز میکنن. همونطور که میلاد گفت، این ذهن سریع خیلی آگاهانه است، یعنی شما به صورت آگاهانه رفتار میکنید. اینو در اطرافیان خودمون هم میدونیم، کسی آگاهانه طرفدار پادشاهی، آگاهانه طرفدار اصلاح طلب هاست، طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار کمونیست هاست یا هر چیزی که هست، و خیلی آگاهانه و با بروز بیرونی و خیلی نمایان، بدون اینکه چه میگن استتار بکنه یا تقیه بکنه، خودش رو نشون میده و خیلی هم راحت میشه پیداش کرد. این در مورد خودمون هم صادقه. وقتی خیلی چیز رو خوب میدونیم، در موردش مطالعه کردیم و به هر حال در دسترس مغز ما هست، میتونیم معرفیش بکنیم، میتونیم در موردش صحبت بکنیم، این دیگه وارد اون ذهن صریحمون میشه. ما در مورد مفاهیمی که یاد گرفتیم میتونیم به راحتی توضیح بدیم. این برخلاف اون ذهن ضمنی هست که ما احساسش میکنیم. حالا به هر حال شاید یه کمی غلط و غلوط بگم و برداشتم این هست و امیدوارم که درست باشه، اگر نه که حتما میلاد تصحیح میکنه من رو. ولی ذهن ضمنی بیشتر بیانگر احساسات یا به صورت احساسات بیان میشه. خیلی سخته که با کلمات بیانش بکنیم، ولی به هر حال تو قضاوت هامون، تو رفتارمون بروز پیدا میکنه و بسیار بسیار مشخص هست. وقتی که سوگیری داریم نسبت به یه موضوعی و این سوگیری، این جهت‌دهی یا این جانبداری، بدون که خودمون متوجه باشیم تو یه بحثی، حالا ممکنه به خاطر یک دوست باشه یا به خاطر این باشه که از یک چیزی شناخت داشتیم، علاقه داریم، گفتمانی هست که بهش دل بستیم، بهش باور داریم و به صورت ناخودآگاه در مورد اون قضاوت میکنیم، در مورد اون احساس میکنیم. حالا همه این مفاهیم رو میذاریم کنار هم و میرسیم به این که برگردیم به یه سال، یه سال و نیم پیش و این زن زندگی آزادی هایی که بین ما پخش شدن و اصرار زیادی داشتن که باید متحد بشیم، شما تنهایی نمیتونید. حالا امروز رسیدیم به راست افراطی هستیم و اونا هم خیلی آدمای معقولی هستن دیگه، نمیتونن با ما کنار بیان و باید ما رو پس بزنن. ولی یک روزگاری نچندان دور اینا همه به دنبال همه با هم و اتحاد بودن و بسیاری از اینا بدون اینکه خودشون شاید به هر حال میشه اینا رو به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه که آگاهانه این کار رو میکردن یا منافعی دارن، میدونن که چی کار دارن میکنن، میدونن که رأی خودشون تو صندوق چی هست و از اجبار، به خاطر اینکه مأوایی نداشتن، به خاطر اینکه پایگاهی نداشتن، به خاطر اینکه میدونستن که از گفتمان ورشکسته‌ای هستن و اون وزن اجتماعی لازم رو دیگه ندارن، اون گفتمان اصلاحات در بین رفته بود و به دنبال زنده کردن یا احیا کردن اون بودن و چه چیزی بهتر از یک جنبش اصلاحی به نام زن زندگی آزادی. اینا اومدن مدتی همراه ما بودن، وانمود کردن که براندازن یا وانمود کردن که همراه ما هستن و تمام مدت سعی و تلاششون این بود که این جنبش انقلابی رو سرکوب بکنن.
حالا با اینها که صحبت بکنید خیلی راحت میشه به این فهمید که خب به هر حال تغییر نمیکنن یا میکنن، این خیلی سخت نیست. اما در بین اینها گروه دومی هم وجود داره. این گروه دوم کسایی هستند که میشه با چند تا سوال، البته به نظر من میشه با چند سوال اینها رو شناسایی کرد. کسایی هستن که شاید واقعا نه منفعتی میبرن نه خاصیتی دارن تو این جنبش اصلاح طلبانه جمهوری اسلامی، ولی یه چیزایی تو پس ذهنشون باقی مونده، یه چیزایی تو ذهنشون حک شده و اون دورها بالا به خاطر اینکه خیلی به مذهب علاقه داشتن، مسلمون بودن شدید، روزگاری بسیجی بودن یا در خانواده مذهبی بودن یا به هر حال فعال بودن توی این اصلاحات و الان دیگه حالا شاید فعالیتی هم نداره، ولی در پس زمینه ذهنش تو اون جایی که خودش هم بهش دسترسی نداره و نمیتونه توضیح بده نگرانی های عجیبی داره. حتما یادتون هست و حتما هم استفاده کردیم این تیکه کلام رو یا این طعنه رو که به بعضیا میزنیم که خب حالا این خوب نیست پس بپریم بغل آخوندا یا به همه آخوندا اکتفا بکنیم. این دقیقاً بسیاری از همین آدما، همین گروه ها که متوجه نیستن که چیکار دارن میکنن، اصلا واسه چی انقدر نگران هستن که فردا دموکراسی برقرار میشه، فردا چی میخواد بشه، اگه اینا بخوان برن چی میاد. اگه باش ازشون بپرسید میرسید به اینکه اینها تو اون ذهن ضمنیشون، تو اون پس کلشون یه سری اعتقادات و عقاید هست که جمع شده، یه سری باعث نگرانی هایی میشه برای فردا. اینها تخمایی هست، اینها قلمه هایی هست که توسط برای استادانشون، مرشدینشون تو اون کلهشون کاشته شده بدون که خودشون بدونن و ریشه دوونده و در بزنگاه های بروز میکنه. یا شما دارید حرف از فردا میزنید، از شما تضمین میخواد که اگر رضا پهلوی بیاد فردا دیکتاتوری بشه چه. و این به نظر من خیلی یا از روی خیلی ناآگاهیه یا اینکه واقعا ذهن بسته ای دارن و نمیخوان یاد بگیرن، یعنی مقاومت میکنن در مقابل یاد گرفتن که حالا الان هم که دیکتاتوریه، هیچ چشم انداز دیگه هم برای رهایی وجود نداره. شما یک آپشنی داری که به هر حال سابقهش مشخصه، حرفش و عقیدهش و ایدهش و تمام داستانهاش هم مشخصه و شما از اون تضمین میخواد که مطمئن باشی که از این چاه کثافتی که گرفتار شدی میای بیرون یا مثلا توی چاله‌ای نیفتی. و این به نظر من برمیگرده به همون چیزایی که تو پس ذهنشون هست. رفتار، حالا چرا اهمیت داره رفتار شناختن این گروه ها یا قضاوت این گروه ها؟ مانند اینکه با این دو گروه باید به دو صورت متفاوتی برخورد کرد. اون گروه اول که میدونن چیکار دارن میکنن و اون اعتقاداتشون نه در پس ذهنشون، در اون ذهن ضمنیشون هست که نتونن ازش بیانش کنن، نتونن تعریفش بکنن و که دقیقا جلوی زبونشونه خیلی راحت حرافی میکنن، وراجی میکنن، راحت دروغ میگن. اون گروه افراد در واقع اونور جوب ایستادن و شما نمیتونی به اونها امید داشته باشی. اون چیزی که بارها و بارها و بارها تکرار کردیم، خیلی اماها تکرار کردیم و نتیجهش رو دیدیم. البته نتیجه گرفتیم، هزینهش بسیار بالا بود متاسفانه، ولی به هر حال فکر میکنم که اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که این داستان همه با هم و بیایم با هم باشیم و نمیدونم رهبر منم رهبر تویی فردا بیایم همه با هم باشیم، نمیدونم رهبر اصلا نمیخوام، اینا از جایی سرچشمه میگیره که میل به تغییر اساسی در حکومت ایران ندارند و اینها مانند مومهایی هستند که این سوراخ‌های آبکش رو پر کردن و بلافاصله بعد از اینکه کمی گرم بشه یا شرایط مناسب بشه میگذارن میرن، آب میشن میریزن و ما میمونیم و یه بدنه جنبش بسیار متخلخل و سوراخ سوراخ که اون پیوستگی لازم رو نداره و دچار شکاف و گسستگی میشه.
خب به هر حال با اینها نمیشه کنار اومد، نباید کنار اومد، به اینها نباید اجازه داد که بیان وارد بدنه جنبش بشن. اینها مانند انگل هستن، هرچند که خوب حرف بزنن، هرچند که ایده های خوبی رو مطرح بکنن، با اینکه هموطن هستیم، ولی فعلا اونها باید همونور مرز باشن تا اینکه جبهه خودشون رو مشخص کنن. اما گروه دومی هم هستن که به هر حال ایران شهریار هم در مورد اونها صحبت کرده، در مورد جذب اونها. کسایی هستن که همونطور که گفتم منافع خاصی ندارن یا آگاهی درستی ندارن، یک چیزایی تو ذهنشون هست، هک شده بعد 45 سال تبلیغات و پروپاگاندای مستمر و ساختن یک مدینه های فاضله و یه شهرهای آرمانی و شعارهای ایدولوژیکی اینها رو مسخ کرده و باید اینها رو جذب کرد، باید به اینها، به این هموطنان کمک کرد که راه درست رو انتخاب بکنن. و نهایتا جمله آخری که میتونم بگم اینی که ما دقیقا اون موقعی که با اراده خودمون و داوطلبانه تصمیم بگیریم که بر علیه جمهوری اسلامی بایستیم و خطراتش رو قبول بکنیم، این ریسکش رو قبول بکنیم، خطراتش رو قبول بکنیم و مثل خیلی هایی دیگه که رفتن و اونجا جا داره حتما از جاوید نام، مجید رضا رهنورد یاد بکنیم، با اینکه میدونست چی کار داره میکنه ریسکش رو قبول کرد و این یعنی شجاعت. و این افراد هستن که شجاعت رو توی جامعه ترویج میدن، منتشر میکنن و باعث میشن که مردم تشویق بشن، یک استاندارد بالایی رو به وجود میارن برای اینکه مردم بهش برسن و ما به اینها نیاز داریم، به این شجاعت نیاز داریم و اون داوطلبانه حرکت کردن، نه به خاطر زور، نه به خاطر فشار، نه به خاطر ایدئولوژی، ولی داوطلبانه و آگاهانه انتخاب کردن، توی مسیری قدم گذاشتن و پا روی ترس گذاشتن با وجود همه ریسکا، اون چیزیه که بهش میگن شجاعت، بهش و باعث شجاع شدن جامعه میشه و این نیازمند پیروزی انقلابمون هست. به هر حال ممنونم میلاد جان، فکر میکنم مبحث خیلی خوبی، هرچند که کمی سخت هست و ولی اگر که به صورت مثال هایی بتونیم این رو بیان بکنیم، فکر میکنم که راحت‌تر بشه جا بیفته. از دوستان هم ممنون که به من گوش کردن. به حامد سپهری عزیز هم مجددا درود میگم، در خدمت هستم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودید. جناب سپهری در خدمت شماییم. درود به همه شما عزیزان. خوشحالم که در آدینه دیگر در کنار شما عزیزان هستم و سپاس از جناب آقایی و جناب یوسفی بابت سخنانی که به درستی ارائه فرمودید. سخنانم رو با یاد و نام جاویدنام مجید رضا رهنورد، این یل خراسانی، این دلاور مرد جوان ایرانی آغاز میکنم که بجاست در چنین روزی یادش رو گرامی داشته باشیم. اما در ارتباط با این ذهن ضمنی جنایتکار رأی دهندگان، این رو به اصطلاح عنوانی است که بسیار هوشمندانه انتخاب شده و من چقدر خوشحالم که همچین عنوانی انتخاب شده. بعد از 45 سال جنایات جمهوری اسلامی و فرقه تبهکار و آنچه که بربرهای جمهوری اسلامی، بربرهای 57 ویرانه‌ای که برای کشور ما باقی گذاشتند، من امروزه فکر میکنم که هیچ انسان در حد حتی نرمالی، در حد یه آیکیوی تک رقمی هم، حتی زیر نرمال هم حاضر بشه بره و رأی بده برای جمهوری اسلامی. اما چرا این بر به شور افتاده؟ چرا این خیمه به سیرک خیمه شب بازی رو افتاده؟ این بر میگرده به اون ماهیت و اون ذهنیتی که رأی دهندگان در کنار
جمهوری اسلامی که در این سیکل رو به اصطلاح راه میندازه راه انداختن. ببینید همین تفکر ویرانگر، همین تفکر نابود کننده بود که ما رو امروزه به اینجا رسونده. اصطلاحاتی به کار میبرند مبنی بر اینکه ما میخوایم از وضعیت کنونی خلاصی پیدا کنیم، یک ذره بهتر شدن اوضاع، یک ذره تنفس کشیدن هم بد نیست و اون اصطلاح بسیار بسیار گمراه کننده انتخاب بد و بدتر که این رو از حدود 25 سال پیش به بیشتر از 28 سال پیش راه انداختن در جامعه. اصلا در شما هیچ جای دنیا نمیدونید که کسی بگه من بین بد و بدتر مثلا میخوام بد رو انتخاب بکنم. همیشه انتخاب شما یک بر اساس سلیقه شماست در همه مسائل، چه در مسائل سیاسی است، چه در انتخاب مثلا پوشاک، انتخاب خودرو و ماشین هست، انتخاب محل زندگی و غیره و ذالک. یا اینکه اگر انتخابی هم هست بین دو گزینه‌ای که مطمئن نیستید، معمولا انتخاب بهتر رو میگن. هیچ وقت نمیگن انتخاب بین بد و بدتر من بد رو انتخاب کنم. شما وقتی بد رو انتخاب میکنی عملا و علنا یک پیش زمینه رو به اون بد میدید که میتونه بدتر هم باشد. شما میتونید بین هر چیزی این انتخاب رو برگزار بکنید و بگید که من بین بد و بدتر بد رو برگزیدم، چون اصلا انتخاب شما همیشه اون بین بد و بدتر یه چیز نسبی است، ولی انتخاب شما از اساس غلط هست چون شما دارید بد رو انتخاب میکنید. در هیچ جای جهان کسی نمیاد یه چیز بد رو انتخاب بکنه. شما هیچ وقت غذای بد رو انتخاب نمیکنید برای خوردنتون یا بین بد و بدتر، چون هیچ وقت نمیتونید بگید این بده این بدتر از اون. شما معمولا وقتی که میخواید یه چیزی رو انتخاب بکنید یا عرض کردم بر اساس ذائقه خودتون انتخاب میکنید یا بر اساس این انتخاب میکنید که در شرایط کنونی توان و وسعتون به کدوم یکی میرسد و اونجا شما به خود اون خودباوری رو دارید. متاسفانه بلایی که سر جامعه ایران اومد، بلایی که این به اصطلاح خانمان سوزی که بعد از اون دوران هاشمی رفسنجانی سر این ملت آمد دقیقا همین بود. امروز هم داره همون اجرا میشه. امروزه هم داره همین مسائل در جامعه ایران توسط مشتی جنایتکار به توریزه میشه و اون توریزه شدنش با روایت عامیانه داره به خورد مردم ایران داده میشه. بربر 57 نه تعلق خاطری به این مملکت داره، نه تعلق خاطری به این کشور داره، نه هیچ گونه حسی داره نسبت به اینکه این کشور رو بخواد روزی روزگاری حداقل از چنگال این به اصطلاح بدبختی و گرفتاریش نجات بده. بربر 57 به منافع خودش میاندیشه. بربر 57 منافع قبیله‌ای خودش میاندیشه. بربر 57 یک روز از دیوار سفارت آمریکا بالا میره که بزرگترین خسران و ضرر رو به کشور وارد میکنه. روزی دیگر میاد یک پانتورک رو علم میکنه و پشت اون سنگر میگیره که بیاد و اون رو مثلا به عنوان گزینه بهتر رو نمیدونم گزینه بین بد و بدتر بد مردم انتخاب بکنه. ما تا زمانی که این رسوب 57 رو، این فاجعه رو نتونیم از ذهنمون در بیاریم، تا زمانی که نتونیم، اون یک چیزایی هست فرض میکنم خدمتتون، پدوفیلی و به اصطلاح بچه بازی، عذر میخوام اینجوری هم صحبت میکنم، همه جا زشت و مظلوم. شما نمیتونی بگی که من با یه بچه مثلا 4 ساله رو مثلا دستمالی کردم این بدتره، ولی مثلا اگه اون بچه 12 سالش بوده باشه این بده. بین بد و بدتر مثلا خب 12 ساله زبون داره، میتونه حرف بزنه، یه قدرت فیزیکی بیشتری نسبت مثلا به یه بچه 4 ساله داره و من میتونم دفع شرش بکنم. و اینجا هستش که شما میگید که مثلا این بین بد و بدتر، این دقیقاً همینه. چیزی که دارن انتخاب میکنن دقیقاً یعنی همین، بین بد و بدتر، یعنی که شما به بچه 3 ساله بخواید دستمالی بکنید یا بچه 5 ساله رو بخواید دستمالی بکنید. هیچ وقت نمیاد بگه که اساس و بنیان این فرضیه از بیخ و بن غلط و جنایتکارانه هستش. تا زمانی که تفکر 57 برای ما همچنان یک گزینه‌ای باشد که بین بد و بدتر انتخاب داریم میکنیم، این پاشنه به همین منوال خواهد چرخید. ما روزی میتونیم از این گرفتاری به اصطلاح بهش غلبه کنیم، روزی میتونیم از دست این خلاص بشیم که یک بار برای همیشه این افکار ویرانگر، این تفکرات ویرانگر 57 رو
از اساس به عنوان یک جرم، از اساس به عنوان یک خیانت، در اساس به عنوان یک فاجعه در همه ابعادش در نظر بگیریم. شما در نظر بگیرید که یکی مثل زاکانی حتی این هم امروزه اومده برای اینکه از غافله عقب نیفته، برای اینکه بتونه یک رأی رو بین بعضی ها جمع بکنه، صحبت از نمیدونم فدرالیسم اقتصادی میکنه، صحبت از مسائلی از این قبیل میکنه. وقتی که ریشه قضیه رو نگاه میکنید، شما با یک قوم تبهکاری سر کار هستید که از یک به اصطلاح خیمه شب بازی و سیرکی به نام انتخابات استفاده میکنه، بتونه خودش رو نرمال بکنه، نرمال نشون بده در جهان امروز، به افکار عمومی جهان نشون بده که ما هم انتخابات داریم، ما هم عالی ترین مقام اجرایی کشورمون با انتخابات مستقیم مردم انتخاب میشه، فلان میشه و بهمان میشه. و در نهایت حالا مثلا ما یه شورای نگهبان هم داریم دیگه، مثلا طرف باید به جمهوری اسلامی و به اسلام مثلا التزام داشته باشه. حالا مثلا این هم بد نیست، این بهتر از اینه که مثلا یه دیکتاتوری مثلا خیلی وحشتناکی مثلا مثل پل پوت یا مثلا کره شمالی باشه. ببینید ما انتخابات حتی شورای شهر داریم، ما انتخابات نمایندگان مجلس داریم و شما از این قبیل توجیهات رو مدام دارید میشنوید و متاسفانه وقتی که هنوز به بعضیا به عمق فاجعه پی نبردن، این هست که جمهوری اسلامی و بربرهای 57 از خبرنگار صادراتی گرفته، روزنامه‌نگار صادراتی گرفته، فعال سیاسی صادراتیش گرفته تا وکیل و ژورنالیست و روزنامه‌نگار و نماینده پارلمان اروپا و نماینده پارلمان کشورهای غربی و غیره و ذالک رو همه رو تونسته در قالب یک گروه توجیهگران و به اصطلاح مفسرین به اصطلاح ابتذال شر گرد خودش بیاره و اینجوری برای خودش بتونه یک مشروعیت و مقبولیتی بخره. راه نجات ما در این می‌گذرد که این ذهن ضمنی اون جنایتکار رأی دهنده در کنار رأی به اصطلاح گیرنده، اینها رو همه رو یکسان بدونیم. اگر این رو نتونیم یکسان بدونیم، مدام این در به پاشنه همین معیوب خودش خواهد چرخید. سپاس از فرصتی که من دادید جناب آقای جناب یوسفی و از دوستان عزیز. من سپاسگزارم. شنونده بحث خواهم. یه نکته رو هم باهاتون در میون بذارم در مورد سوگیری به پیشداوری که ما توی جذب سرمایه اجتماعی برای گفتمان خودمون باید حواسمون باشه که مثلا وقتی که بگیم که این همه ملت رفتن رأی دادن، نسبت به حالا کسایی که دو دلن یا قبلا رفتن رأی دادن یا همه اینها رو وارد یک سوگیری نسبت به پیشداوری یا عمل انجام شده قرار میده. یعنی چیکار میکنه؟ این آزمایش‌های خیلی زیادی هم روش انجام شده، اینکه وقتی به کسی شما میگید که آیا شما خودت رو یک کسی که طرفدار مثلا بگیم مشروطه هست میدونی، و یا البته این خیلی صریحه، یه چیز حاشیه‌ای تر باشه میتونه بیشتر کمک بکنه، ولی بگیم که شما خودتو قائل به آزادی ادیان گفتی که میدونی، من بارها ازت شنیدم، از تو حرفاتم همیشه اینو متوجه شدم، آیا فکر میکنی که ما این آزادی ادیان رو باید در قوانینمون حتما داشته باشیم، یا اینکه نه فقط همین اشاره بکنیم کافیه، یا نیاز به یه کمیته ویژه حقوقی داریم، یا هر چیزی ممکنه طرف دوچار سوگیری بشه؟ و اگه همین حرف رو حالا اگه کسی دقیقا رو این زمینه کار نکرده، به صورت عمومی یه نظری داره، بهش بگیم که شما خیلی قائل به آزادی ادیان نیستی و من تو حرفات شنیدم که خیلی همه ادیان رو واقعا دین نمیدونه. خب ممکنه تو حرفاش هم یه موقع یه چیزی گفته باشه و اینا، اون یادش میاد و در هر دو صورت دیدن که طرف حرفش رو ادامه میده با همون سوگیری که شما بهش تلقین کردید. در واقع شما با یک پیشداوری
و وقتی که نشون بدید که طرف یه گرایشی داشته که احتمالا حالا قبلا هم یه باری یه چیزی راجبش گفته، درجا شروع میکنه ادامه دادن همون، در واقع به دروغی که شما بهش بستید اون دروغ پردازی میکنه، در واقع ادامه میده همونو. یا ما میدونیم که آدما در مواردی که خیلی هنوز براشون جدی نیستش، اگر شما وادارشون بکنید که تصمیمی بگیرن، یا مثلا یه کاری که خیلی انجام میدن اینه که میگن که شما رفتید مثلا به خاتمی رأی دادید، به این رأی دادید، به اون رأی دادید. ما درسته که خیلی ها رفتن رأی دادن، ما اینجا یادآوری میکنیم که بله بخش بزرگی از جامعه رأی داده، شما اصلا فکر کن منم رفتم همه رأی دادم، من هیچ کدوم ندادم، ولی فکر کن الان میخوایم چیکار بکنیم. و این شکلی که اگر به پیش بریم میتونیم که نظر اینا رو برگردونیم و با یادآوری اینکه ما، یعنی شما بیاید اینو باش همدلانه برخورد بکنید، از زاویه امپاتیک باش وارد بشید که اشتباه کردیم اینا و طرف میخواد اشتباه بکنه. این پدیده رو که حالا بهش میشه گفت پدیده همدست یا همگناه رو در علی نژاد شما میتونستید ببینید که این آدم یکی از ویژگی هایی که داشت و تونست که در یه دوره‌ای بخشی از جامعه رو با خودش همراه بکنه، همین قضیه همگناه و سوگیری داوری بودش. یعنی این طرف یه داوری داشته یا تلقین کردن بهش که تو اینجوری بودی و اینها، حالا میخواد که خطش رو عوض بکنه و دنبال یک همدست و یه همگناه میگرده. و اگر که علی نژاد برکشیده میشه به عنوان کسی که یه زمانی گفته، یعنی یه زمان که نه دیگه، تا سالها، تا همین اواخر میگفت برید رأی بدید، حتی این تا قبل از این که این رئیس جمهور بشن یه دوره اینم تموم نشده، دوره قبلی شو این میگفت برید رأی بدید و عکس نمیدونم این که ما رفتیم رأی دادیم و اون خانم شجری زاده عکس برای این میفرستاد که آره ما رفتیم رأی دادیم و انگشت بنفش زدیم و عکس شناسنامه‌شون رو میذاشتن و همه اینا. و خلاصه شما با همچین پدیده‌ای رو طرف بودی که همزمان هم رأی میداد، هم نه به حجاب میگفت، هم همه اینا. و از یه دوره‌ای که مثلا دوره رئیسی که دیگه اومد شروع کردش کرد، این بازی اصلاح طلب‌ها دیگه، هر دوره‌ای که اصلاح طلب‌ها هستن عواملشون در بیرون هم میگن که حالا اشکال نداره و میشه کنار اومد. و شما کامبیز حسینی و یا خیلی های دیگر یادتونه دیگه، موقع روحانی چجوری رفتار میکنن، موقع رئیسی چجوری رفتار میکنن، موقع احمدی نژاد چجوری ان، موقع نمیدونم یکی دیگه چجوری ان. یا برای هاشمی رسمنجانی دل و قلبشون میره، ولی برای یه کسی که بهشون گفتن این از جناح ما نیست یهو همه چیز ویران میشه. حالا برای ما همه اینها یاغی به حاکمیت ملی هستند، برای ما فرقی نمیکنه، اینا همشون جانورانی هستن که حاکمیت ملی ما رو دزدیدن، ولی برای اونا مثل این که فرق میکنه. مصداق همین سخن جناب سپهری گرامیمون که گفتن. و شما تو این دوره میبینید که یک کسایی، یه انبوهی از مردم رو افتادن دنبال این که نه اینکه ایده ای داشت، نه اینکه حرفی داشت. شما مثلا اگه میپرسی، یه ویدئوی خیلی معروفی داره که با خانم رویا حکاکیان هستش و میره میگه که رویا جون نمیدونم الان چند هزار نفر ما رو دارن میبینن و اینقدر آنلاینن و به من مثلا میگن شما بجز همین چیزایی که ازش مونده به عنوان مسخره بازی، من اگر الان از شما بپرسم، یعنی هر کی واقعا یادشه بیاد بالا و بگه که من یادمه که اینا تو اون برنامه چی گفتن، حتی مفهوم حرفشون چی بود. معمولا کسی یادش نیست، به خاطر اینکه حرفی نزدن، یعنی فقط انبوهی جمله ها رو چیدن ولی واقعا چیزی نگفتن. حرف زیاد زدن، صدا زیاد در آوردن ولی واقعا چیزی نگفتن. دلیلش اینه که حالا خیلی یادشون مونده به خاطر اینکه شما مثلا چه می‌دونم یک قورباغه‌ای هم که روپایی بزنه یادت میمونه و این سرصداها و این جینگولک بازی‌ها و این نمیدونم جیغ و داد کردن‌ها همه برای اینه که شما یه خاطره‌ای از اون قضیه یادت بمونه، عادی نباشه برات. ولی مثلا اینکه هیچ ایده‌ای توش نبود، هیچ حرفی در اونا نبود، گفتمان نداشت، سخنی که شما اونو دنبال بکنی تبدیل به، یعنی خبری بگیری تبدیل به آگاهی بکنی به نفر دیگری انتقال بدی نبودش. دلیل این دوره این بودش که
کسانی که رفته بودن رأی داده بودن فکر میکردن که حالا که این آدم شده مخالف جمهوری اسلامی، حالا یا داره اداشو در میاره هر چیزی، اگه ما از این طرفداری بکنیم، لایکش بزنیم یا بهش بگیم که آره مسیح تو برو جلو و اینا، این اگر که این به عنوان نیروی مثلا انقلابی نمیدونم ضد آخوند و اینا شناسایی بشه، ما هم تبرئه شدیم، به خاطر اینکه این الان شده چهره شاخص مایی که همه رفتیم رأی دادیم، الان افتادیم به غلط کردن. الان اگر خودمون پیشگام بشیم در این که خودمون بیایم بگیم بر علیه رئیسی و بر شما ببینید اون سازمان آزادی هم که درست کردن گفتن که همین با اون آقایی که شطرنج بازی میکنه تو روسیه چی بود اسمش، و با این گفتن که آره این مثلا مشکل ما رئیسیه و رئیسی دیکتاتور ایرانه، با خامنه ای کاری نداشتش. و حالا همه اینا رو که در نظر بگیریم، ولی این جامعه‌ای که دنبال این افتاده بود، اون بخشی از جامعه دنبال همدست و همگناه میگشت تا بعد بتونه با این لایک ها، با هل دادن اون به جلو، اینکه تو خیلی ضد جمهوری اسلامی هستی، تو اصلا آلترناتیو جمهوری اسلامی هستی، تو خودت بیا رئیس جمهور شو، با این روش گناه خودش رو بشوره. یعنی اگر اون تبرئه میشد دیگه کسی نمیره به دیگران بگه که شما واسه چی رفتین رأی دادین، شما واسه چی رفتین انگشت و خون زدین، شما واسه چی رفتید به روحانی رأی دادید که این همه فجایع رو درست کردش، و شما برای چی هر بار به یاغی به حاکمیت ملیتون رفتید رأی دادید. یعنی شمایی که حاکمیت ملی نداری، یعنی آدم بی شخصیتی هستی که میری رأی میدی. و خب چرا این کارو کردی؟ یه وقتی من نمیدونم، کسی بر نگفته بود اینا حاکمیت ملی رو دزدیدن، اینا خودشون قایم میکردن، بقیه هم کسی نگفته بودش. و این به عنوان اینکه همدستی برای خودشون درست بکنن اون رو انجام دادن. و وقتی که با شاهزاده برخورد کرد، اون تداخل سیستم ها و نظم ها پیش اومد، انبوهی از اونها از سیستم ضعیفتر کوچ کردن به سیستم قویتر. یعنی یکی از خوبیای تداخل سیستم ها اینه که معمولا سیستم ضعیفتر میشکنه، سیستم قویتر بقایای سیستم ضعیف رو جمع میکنه تو خودش و قوی تر میشه. این ویژگی تداخل سیستم های ارزشی هستش که اگر که بستگی بعضی وقتا خیلی بزرگه، گاهی وقتا در تاریخ، گاهی وقتا که نه، خیلی وقتا جنگ پیش میاد سر همین قضیه، و مثل اینکه متصرفات همدیگه رو میرن میگیرن این شاهان یا اون فرمان روایان یا اینا. این توی این گفتمان ها هم همین جوریه، وقتی اینا برخورد میکنن با هم دیگه میتونن متصرفات هم دیگه رو بگیرن، اون سرمایه اجتماعیشون رو اون یکی رو بگیرن بکشن تو خودشون. و خب اون سرمایه اجتماعی هم دنبال جای بهتر و ایده قوی تر میگرده. بنابراین این چند تا نکته رو حواسمون باشه که هم بدونیم که بخشی از جامعه دنبال هم گناه میگرده تا اون رو تبرئه بکنه که خودش تبرئه بشه، که وارد این بازی نمیخواد بشه که توش متهم بشه که چرا رفته رأی داده. از طرفی باید همزمان یادش بیاد که نباید بره دوباره رأی بده، و این داره در واقع تایید میکنه ذهن ضمنی جنایتکار خودشو. و از سوی دیگه باید یادش انداخت که اون مدل یسبات که بله البته که به هر حال ما حقوقی داریم، شهروندیم، ولی کی ما شهروند بودیم؟ بعد یه اما باید بیارید ببینید زاویه ورود اون به کجاست. اگه یکسر یک کسی رو از ریشه بخواید که نفیش بکنید، خب اون طرف فکر میکنه من که فیلسوف نیستم که، برای تو وقتی من یه حرفی زدم به من حمله میکنی، اونو حمله به خیشتن خودش تلقی میکنه. برای اینکه این کارو نکنه باید یه گارد بازی جلوش برید و بعد امای خودتون رو بیارید و اماها رو بگید و اون رو سعی بکنید با همدلی، با امپاتی بکشونید بیارید به سمت خودمون. و اینجوری اجازه ندید که اون ذهن ضمنیش داوری های اون رو همونجوری که جناب یوسفی هم فرمودن زیر اثر خودش بگیره. ذهن ضمنی قدیمیش، ذهن ضمنیه که با جمهوری اسلامی پرورش پیدا کرده. ببخشید. و از این رو خلاصه جناب یوسفی
من سخنان شما رو که شنیدم که درست بود، من نمیدونم چیزی من باید اضافه بکنم یا نه، ولی این نکته یادم اومد که اضافه بکنم. ولی اگر گمان میکنید که سخن نو تازه هست، میتونیم که نمونه هایی اگر یادتون میاد بیاریم. من چون خودم یه مقداری بیشتر کانسپچوال هستم مفاهیم رو بیشتر دوست دارم، خیلی تجریدی راجبش حرف بزنم، برای شاید نمونه ها در نمونه آوردن ضعیف باشم. نه حتما هم که خیلی خوبم هستی و به هر حال اگر چیزی هم من اینجا دارم میگم مثلا به خاطر چیزایی که از شما یاد گرفتم میلا جان. آره من میتونم یه چند تا مثال بزنم که چطوری میتونه یک ذهن ضمنی یا این مفهومی که حالا نگرش های ناخودآگاه ما یا آدما افراد جامعه میتونن توی یک جنبش اجتماعی تاثیر کنن. به نهایت اون چیزی که ما هدفمون هست و همیشه گفتیم اینه که تو این برنامه ها و به هر حال هدف انجمن انار پیشبرد یک جنبش انقلاب ملی است. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که مفاهیم و ایده ها و راههایی رو که میشه کمک کرد به همه ما که با آموختنش هم منظر ایده و نظر میتونه به ما کمک بکنه که این مفاهیم رو بالاخره باید یه جایی وصل کنیم به دنیای واقعی و بتونیم ازش استفاده بکنیم و اینا رو ما بیایم بگیم، تعریف بکنیم. به هر حال بعضی چیزاش خیلی جدید و نو هست و بعضی وقتا خیلی ها نمیرن سمتش. من اینو شاید که نه، من با افتخار میگم که کمتر گروهی هست که تو این 40-50 سال که ما مجموعه اپوزیسیون من که ماها حداقل تو انجمن انار اینقدر سنمون نیستش که اینقدر سابقه داشته باشیم توی این وضعیت، ولی به هر حال اون 45 سال گذشته که اپوزیسیون اومده مخالف جمهوری اسلامی بوده، کسی نیومده دست بگذاره روی این نکات، این مسائل رو مطرح بکنه. میدونم که اون ابتدایش وقتی که خصوصا تو کلاب هاست در مورد شروع کردیم به حرف زدن، خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. حتی بودن دوستان قدیمی که تو گروه ما بودن و حالا به هر دلیلی نیستن، بعضی وقتا خیلی هم شکایت میکردن که اینا خیلی نامفهومه، ما میخوایم چیکار رو بریم در مورد مثلا اتفاقات روز حرف بزنیم، بریم مثلا در مورد قالیباف حرف بزنیم یا در مورد پزشکیان حرف بزنیم. ولی خب این دوستان زیادی هستن که با تخصص بهتری، با دانش بهتری میتونن به اینا بپردازن، به اخبار بپردازن، به اتفاقات روز بپردازن، اطلاع رسانی و آگاهی رسانی بکنن. ولی ما هدفمون رو گذاشتیم به اینکه بیایم بتونیم یه مجموعه ای درست بکنیم، یک زبان مشترکی درست بکنیم برای همه ما تا بتونیم بر اساس اون رویدادهای جامعه، رویدادهای انتخاباتی که الان جمهوری اسلامی دوباره این سیرک انتخابات رو داره راه میندازه، ما بتونیم بیایم این رو تعریف بکنیم، بتونیم برداشت درستی ازش داشته باشیم، امیدوار باشیم، ناامید باشیم، چی کار باید اصلا بکنیم. این در برنامه گذشته گفتار آدینه هفته پیش و این هفته مشخصا پرداختیم به سیرک انتخابات، این که اصلا انتخابات چی هست، چه ربطی به جمهوری اسلامی داره، چرا برگزارش میکنن. دیگه نپرداختیم به اینکه چه کسانی تو شرکت میکنن، فکر میکنم اینو بقیه دوستان انجام میدن. ما اگه بتونیم این رویدادها رو از منظر تجربه بشری و جامعه شناسی و جنبش های اجتماعی بررسی بکنیم و توضیح بدیم، متوجه میشیم که چه راه پرپیچ و خم ولی موفقی رو طی کردیم و از ناامیدی ما جلوگیری میکنیم که الان فکر کنیم که داد و بیداد باز دوباره بساط رأیگیریه و یه عده میخوام برن شرکت بکنن. ما فکر میکردیم که دیگه همه ایران 85 میلیون 90 میلیون نفر همه براندازن الان، ولی باز یه عده میرن تو انتخابات شرکت میکنن. در واقع اومدیم امروز با این مسئله، با گفتاری که در هفته گذشته داشتیم و گفتار امروز، اومدیم مسئله رو باز بکنیم
که واقعا چرا بعضیا میرن رأی میدن، چه امکانی که کسی بره رأی بده چرا هست اصلا. با این همه، همونطور که میلاد گفت و حامد جان بهش اشاره کرد، چطور ممکنه که بعد این همه اتفاقات بعد، حالا خیلی از ماها، شاید اکثریت مطلق ماها، حتی دهه 60 رو یادمون نباشه که چه اتفاقاتی افتاده، چه برسه به دهه 50. بنابراین اتفاقاتی که همین یک سال پیش افتاده، حالا 95 96 97 همینجوری بیاید جلو تا پارسال، دیگه کسی نیست بین ما که یادش نباشه. یعنی کوچکترین افرادی که اون کم سن‌ترین افرادی هم که الان تو جامعه هستن، با این اتفاقات اتفاقات سال گذشته، اعتراضات سال گذشته دست و پنجه نرم کردن. دخترای بچه مدرسه‌ای بودن، این کسی که تو مدرسه بودن، این رو نباید بگذاریم فراموش بشه که با حالا به شکل شیمیایی به اینا حمله شد. این دختر بچه ها رو مسموم کردن، دقیقا رفتاری که طالبان و القاعده و به تأثیر پیغمبرشون انجام میدادن و ما تو ایران شاهد بودیم و اینها رو نباید بگذاریم فراموش بشه و فراموش شدنی هم نیست. ولی با همه اینها چطور میشه یه عده میرن رأی میدن؟ آیا این تعدادی که میرن رأی میدن باعث سرخوردگی جنبش انقلابی میشه؟ و اگه بتونیم این رو توضیح بدیم که خب چطور میشه یه عده میرن رأی میدن، اون ذهن ضمنی جنایتکاری که میره، اون چیزی که تو ذهنش هست، پس زمینه ذهنش هست، هر چقدر، یعنی یک جدال درونی بین خودش هست، تو ذهنش هست، داره مبارزه میکنه که خب اینها رو میگذاره کنار هم دیگه. جمهوری اسلامی این جنایت ها رو کرده، 57 ها اینطور بودن، اصلاحات سابقش این بوده دیگه، آخریش هم همین اعتراضات اخیر بوده. این هم آدم کشتن و کور کردن و شل و پل کردن و زندان کردن و اعدام کردن، ولی باز میره رأی میده. ما چطور برخورد باید بکنیم؟ چطور میتونیم به اینها نگاه بکنیم و چطور میتونیم به آینده جنبش انقلابی امیدوار باشیم؟ یکی از مسائلی که حتما پیش خواهد اومد اینه که جمهوری اسلامی دلیل این که این انتخابات رو میگذاره اینه که نشون بده که هنوز بین جامعه مشروعیت داره و اگر که لازم نبود این کارو بکنه هیچ وقت وارد این بازی ها نمیشد. حکومت اسلامی بود، بیعت کردین، همین آش خالص بخوری نخوری پاته. ولی نیاز به این داره و به خاطر اینکه این مشروعیت رو به دست بیاره، جمهوری اسلامی ثابت کرده که از هیچ کاری رویگردان نیست. تقلب میکنه، آمار میسازه. همین انتخابات مجلس طویله اسلامیشون مگر نبود کسایی رفتن که رفته رأی بده ولی قبلا رأی داده بوده، حالا این خاطرات خودشون هست، این رأی سازی کرده بودن، از شناسنامه‌های دیگران استفاده کرده بودن، به نام دیگران رأی داده بودن. اصلا از این کارها مطمئن باشید که میکنه که اون آمار رو تا اون حدی که میخواد بالا بیاره. ولی نهایتاً اینها باید بتونیم توضیح بدیم تا از سرخوردگیمون جلوگیری کنیم. فردا یا آمار 30-40-50 میلیونی دوباره در آوردن تو آستینشون سرخورده نشیم، مخصوصا الان که دوره رکود سیاسی ماست. الان هیچ اتفاقی نمیفته، جامعه به ظاهر آروم، اعتراضاتی وجود نداره، همه چی در حال اون لحظه قبل از قلقل کردن یه سری حباب‌هایی میاد ولی شما اتفاقی رو نمیبینید. تو کل جهان همین تغییرات در حال واقع شدن هست و فکر میکنم که تأثیرات خیلی زیادی رو به زودی خواهیم دید. با این حال خواستم این توضیح بدم که چرا مهمه و چرا ما به این مسائل میپردازیم، هرچند که شاید خسته کننده باشه یا شاید نو باشه یا شاید خیلی بهش علاقه نداشته باشن، ولی اگر میخوایم که ناامید نشیم از مسیری که اومدیم و هزینه بسیار زیادی بابتش دادیم، به احترام و به پاس خونهایی که مثل مجید رضا رهنورد پرداخت کردن و امروز اینجاییم، ناامیدی نباید بر ما باشه. ما نباید ناامید بشیم، باید تو آخرین لحظه ادامه بدیم. هر لحظه خیلی اتفاقا میاد، بالا پایین زیاد داره و برای سرخوردگی به وجود میاد. یهو میرید ما الان مثلا بشینیم روم بگذاریم یا
اسپیس برگزار بکنیم 60-70 نفر میان، ولی یه اصلاح طلب میاد و یه روم تو کلاب هاست میذاره 4-5 هزار نفر میرن، همون هم توی اسپیس ریله میکنه 300-400 نفر میرن، ای داد بیداد همه میرن میشنن پای حرف اونا. ولی اینا همه توضیح داره، قبلا تو جهان اتفاق افتاده، ما اولیش نیستیم. واسه ما هم اتفاق افتاده. اگه یادتون باشه انتخابات همین رئیسی هلیکوتلت شده تو همین کلاب هاوس و توی اسپیس روم میگذاشتن، یا فائزه هاشمی رو می آوردن، تاج‌زاده رو می آوردن، یه صبح تا شب اینجا چرت و پرت میگفتن، 4-5 تا روم 5-6 هزار نفری پر بود و همه علادن بازرگان و غیره و ذالک هم میومدن، لانن برومند معذرت میخوام، می اومدن میشستن پای منبر اینا و دل و قلوه میگرفتن. همه این روزمال نگارهایی که اینجا وک و ول هستن هم اونجا می اومدن میشستن 4 زانو از اینا سوال میپرسیدن. اعتراض هم که میکردی دقیقا خود همه برزگر کیف کشه شریعت مداری وقتی بهش گفتم این چه مثلا میری میشینی پای صحبت های این یارو قاتله چیه کوشکیه خوشگوشته اون چیه یارو مال وزارت اطلاعات قاتله، با اون چی کار داری؟ اکبر خوشکوش. اکبر خوشگوش، بله دقیقا. واسه چی میری پای صحبت های میشنی؟ دقیقا پاسخ شما متوجه نیستین، ما داریم یه خط ارتباطی نگه میداریم، غیر سر خط ارتباطی تو نگه دار. ولی نهایتا دیدیم که چه اتفاقی افتاد و چه تو دهنی بزرگ اصلاح طلبها خوردن. اون واقعیت اینه که دعوا ما با جمهوری اسلامی، اصلاح طلبها هم خندقن، اون صف جلویی هستن که اجازه نمیدن که به لایه‌های درونی جمهوری اسلامی خسارت وارد بشه. اون اصلاح طلبها تنها نیستن، مجاهدان در کنارشون، هم فرخ نگهدار و گروهش در کنارش، و توده‌ای امثال گلشیفته و باباش در کار، همه اینا هستن. یعنی شما همه اینا رو تک به تک ببینید، اینا کنار هم ایستادن، اون جلو صف کشیدن. هر از گاهی هم از سادگی ما، از سادگی دوستان ما استفاده میکنن، این مرزها رو کمرنگ میکنن، وارد میشن، ایجاد اختلال میکنن. به هر حال این نکته به نظرم مهمه که بدونیم واسه چی اصلا در مورد اینها صحبت میکنیم. مثلا در این خصوصا ذهن ضمنی تاثیراتش توی جنبش اجتماعی بروزهای مختلفی داره. مثلا تعصبات یه سری آدمایی هستن که به شدت متعصبن و شما نمیتونه دلیل بیاره که چرا اینقدر نسبت مثلا اسم خامنه ای رو میشنوه میزنه زیر گریه، نمیتونه دلیل بیاره براش. شما مثلا برای امام حسین خودشو این کرم رو زمین میلولن ولی نمیتونن برای خودشون دلیل بیارن. نسبت به خاتمی امروز من توی یکی از این رومای اصلاح طلبها بودم توی کلاب هاست، با اینکه مدت هاست اونجا دیگه اصلا نمیرفته اون کار نداشتیم، ولی واسم خیلی جالب بود. رفتم اونجا، ذوق مرگ شده اونجا. حالا البته یه عده‌شون یا به ظاهر داشتن ماله میکشیدن روی این چرت و پرتایی که کاندیدای مورد نظرشون پزشکیان تجزیه طلب، نمیدونم دیشب بوده پریشب بوده کی بوده، داشته صحبت میکرده در مورد چیزای اقتصادی. 2 تا اقتصاددان مشاور با خودش برده، یکی طرفدار لیبرالیسم یکی طرفدار کمونیسته، از 2 تا سوسیالیسم، یکی این طرف یکی اون طرف. این 2 تا هم با خودش برده. وقتی ازش پرسیدن گفته که من میخوام همه دیدگاه‌های جامعه رو شامل بشم. یعنی همچین آدم سوت و پرتی و اینا داشتم واسه جیغ و سوت و بوس و اورا میکشیدم. و واسه من جالب بود که یه نسل جدیدی دقیقا از بستر نوردها به وجود اومدن و یه جوری در مورد خاتمی حرف میزد و ازش دفاع میکرد که نه خاتمی برگای زیادی داره. من نفهمیدم یعنی چی برگای زیادی داره، شاخ و برگ داره، نه چی داره، ولی برگ زیاد داره و حرف میزنه جامعه دچار تلالو میشه دیگه. اون اومده یعنی همه جامعه میاد. یعنی تو این سیر فکری هستن اصلا تو یه هپروت دیگه، یعنی انگار که نه انگار این همه اتفاق افتاده تو این سالها، این همه تغییرات بوده. خودش تا پری روز زن زندگی آزادی میداد، پرچم دستش گرفته بود و قاطی براندازا شده بود، امروز دیگه خاتمی رو یه خاتمی میگه 10 تاش میرسه. و این تعصبات
ضمنیه، اون چیزیه که تو پس زمینش هست، منتظر یه موقعیت لازم بوده، مستعد بوده که بروز بکنه. و این تعصبات می‌بینیم الان با یه عامل بیرونی، با یک تحریک بیرونی مثل انتخابات، مثل اینکه خاتمی اومده تو بازار، دوباره اومده حرف زده و این رو تحریک کرد، اون پس ذهنش، اون چیزایی که تو ذهن ناخودآگاهش بوده دوباره و هیجان اومده و وارد این عرصه شده. این دقیقا همون ذهن ضمنی آدم هاست که باعث این بروز این تعصبات میشه و تو جنبش های اجتماعی بسیار تاثیرگذاره. حساب کنه این اگر که واقعا خدای ایران زمین رو شکر که ما تونستیم اینا رو پس بزنیم. حالا ما که همه کسانی که فعال بودن، تلاش کردن، مخالف این همه با هم بودن، به دقت و وسواس نگاه کردن این آدمایی که میان نفوذ میکنن، این پرچم ها، واقعا همسال دوستای خوبی مثل هانتر، اینایی که میان شناسایی میکنن، وقت خودشون رو نشون میدن که اینا چه ارتباطاتی دارن. اینا به هر حال اومدن نفوذ کردن، کاراش نکردن و موقعی که این محرک بیرونی به وجود میاد دوباره اون تعصبات گل میکنه و خارج میشن و این خارج شدن اونها خودش یک شکافه، یک ترکه. اگه اینا زیاد بشن، اگه کسی رو که میاد و یه عده اصرار داره، مثل مجتبی واحدی، مثال درست، مثل مجتبی واحدی، اگه کسی فکر میکنه که این یارو براندازه، واقعا در هپروت سیر میکنه. حالا این میاد داخل این گفتمان براندازی برای خودش سرمایه اجتماعی به وجود میاره، ولی چون اگر دیده باشی رفتارش رو دیده باشی، چند وقت پیش توی اون فکر میکنم یه سال پیش بود تو کلاب هاوس بود، در مورد فاطمه زهرا گفتم، یه کاربری بود توی کلاب هاوس در مورد فاطمه زهرا یه چیزی گفت، یهو افسار پاره کرد و شروع کرد فحش و خوار و مادر دادن به این دختر رو انداختش بیرون و از دهنش کف کرد و نمیتونست خودش رو کنترل بکنه. این همون ذهن ضمنی این مجتبی واحدیه. شما اگه فکر میکنید که همچین ذهنی با این افکاری که تو اون پس اون کله نهفته میاد برانداز میشه، واقعا میگم در هپروت هست. یعنی میاد یه سرمایه اجتماعی درست میکنه و با اولین محرکه‌ای که بتونه اون قسمت ذهنی ذهنش رو قلقلک بده، مسیرش عوض میشه یا برمیگرده به تنظیمات کارخانه، همونطور که منظرپور افتاد، همونطور که خیلی دیگه دیدیم که اومدن جمع شدن آخر سر از ناکجاگاه در آوردن. به هر حال این ذهن ضمنی شاید بزرگترین تاثیرش تو همین تعصبات نهفته باشه. مسائل دیگه هم داره، به اینکه باعث میشه که اون چیزی که تو ذهن ضمنی نفر یه قضاوتی، یه حسی از آدم‌های اطرافش داره، به هر دلیلی ناراحت شده، چه میگن درویی دیده، دروغ شنیده اگه گروهی، و اون تو پس ذهنش باقی مونده و حالا سالها هم گذشته، مدت‌ها هم گذشته، ولی دیگه نمیتونه اون اعتماد رو به وجود بیاره، نمیتونه با طرف اعتماد بکنه، یا اون گروه سازمانی از این گروه میره به یه گروه دیگه ولی نمیتونه اون سرمایه اجتماعی رو بسازه. این مشکلیه که ما الان داریم، یعنی بین گروه‌های سیاسیمون متاسفانه به خاطر اینکه تعداد آدم‌های کمی هستن، یعنی اینا خودشون رو بولد کردن، ولکن قضیه هم نیستن، همیشه شکست خوردن و اون شکست‌هایی که اینا همراه داشتن، تجزیه و تحلیل‌های اشتباهی که داشتن تو ذهن همه ما هست، تو ذهن ضمنی ما هست و ما نسبت به اونها سوگیری داریم. وقتی که میره توی یه گروه جدید، هرچند که بتونه کارآمد هم باشه، ولی این سوگیری ما نسبت با اون ذهن ضمنی ما باعث میشه که اون سرمایه اجتماعی ساخته نشه و این به هر حال باز هم تاثیرگذاره توی جنبش اجتماعی. این میتونیم مخالفت بکنیم، مقاومت بکنیم در مقابل فهمیدن، چه ما باشیم چه هر گروه دیگه، هر تفکر دیگه. این
چیزی که تو ذهن آدم ها جا پیدا میکنه بدون اینکه دیگه یادش بمونه اصلا کجا اومده، اسمش یادش نیست ولی اون رفتار یادشه. این میدونه که این گروه های سیاسی حالا از سالها قبل مثلا این فعالیت حزبی میدونه که هیچ وقت چیز خوبی نداشت، چه میگم، تجربه خوبی نداشتیم. اینا اومدن مطرح شدن با هم دیگه بودن، خیلی شعارهای خوبی هم دادن ولی نهایتا تموم شدن و رفتن و هم گذاشتن رفتن. این یک تاثیر سوگیری ایجاد میکنه تو ذهن ما نسبت به فعالیت های گروهی. این چیزیه که جمهوری اسلامی بسیار روی سرمایه گذاری کرده و این ساخت اعتماد، شکل‌گیری اعتماد که پیش زمینه و یکی از عوامل ساخت سرمایه اجتماعی رو بین برده. این کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، این رفتارها و این سیاستهایی که پیش میگیره برای تخریب، برای اینکه نفوذی بین ما بگذاره، به خاطر اینکه آدمهایی رو بیاره گنده بکنه، خودش میاد اینها رو به عنوان مخالف معرفی میکنه، زندانی میکنه، شکنجه میکنه، صادر میکنه، اینها رو بزرگ میکنه، میبره تو رسانه ولی نخش دستشه و اون نخو به موقع میکشه و همین هر دفعه که این نخها کشیده میشه یک اثراتی تو ذهن ما ثبت میشه، متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم، بعضی وقت خوبه بعضی وقت بد، ولی یه اثراتی تو ذهن ما ثبت میشه که بعدها دیگه فقط توضیحش نمیدیم ولی احساسش میکنیم و تو جهتگیریامون باعث میشه که اونها بیان جلو، تأثیر بگذارن و نسبت به افراد، به نسبت به گروه ها مقاومت بکنیم، مخالفت بکنیم یا حتی موافقت بکنیم. برای اینا چیزایی که به نظر حالا چون اون ذهن سریع یا اون ذهن روشنی که داریم، آگاهانه نسبت بهش رفتار میکنیم، اطلاعاتی که دم دست مغزمون هست و برای تحلیل ها میتونیم ازش استفاده بکنیم، از همون سوال بکنیم میتونیم جواب بدیم، اینقدر شاید پیچیدگی نداشته باشه، تاثیرش کنترل شده است و خودمون میتونیم نسبت به این موضوع انتخاب کنیم. وقتی ما میدونیم که مجموعه ای از مسیح بسترنورد و اسمال شارلاتان و مهتدی و گلشیفته و غیر ذالک در کنار پادشاه نمیتونه مجموعه خوبی باشه و میتونیم توضیحش بدیم، نه از روی تعصب، نه از روی سوگیری قبلی از روی ذهن ضمنی، ولی میتونیم کامل توضیحش بدیم. از کجا میتونیم توضیح بدیم؟ از یاد گرفتن و درک همین مفاهیمه. اینه که ما میدونیم گفتمان چی هست. گفتمان رهبر خودش رو تولید میکنه. شما نمیتونی بیای یه دونه به نعل بزنی یه دونه به میخ، معلوم نباشه جریانی که بهش وابسته ای کجاست، پنهانکاری بکنی بگی من به هیچ جریانی وابسته نیستم، ولی یه مثل رونالدو چپ رو نگاه کنی به راست پاس بدی. خب اینها توضیح دادنیه و شما با دونستن این مفاهیم، دونستن این اصول میتونید اینها رو قضاوت بکنید، توضیح بدید. اون چیزیه که تو اون ذهن خودآگاه ما هست و اون پیچیدگی و یا ناشناختگی ذهن ضمنی رو نداره. ذهن ضمنی چیزیه که واقعا تو خیلی از مسائل تأثیر میگذاره. باز هم تکرار میکنم، جمهوری اسلامی برای ساخت این سوگیری ها، برای این پیش داوری هایی که الان وجود داره بسیار بسیار سرمایه گذاری کرده. حالا این در مورد این بود. یک نکته هم که دوست داشتم بگم در مورد اصلاح طلبها و به هر حال رأی دادن ها که امروز بحث روز هست و مربوط به موضوع گفتگومون هست، بعد یه نکته رو در نظر بگیریم. اصلاحات یک گفتمانی بود ذیل گفتمان برورهای 57. شانس خودش رو داشت، اقبال خودش رو داشت، نهاد خودش رو داشت، رهبر خودش رو داشت و این فرصت رو پیدا کرد که با حقانیتی که از طریق مردم واقعا بهش داده، زیادی رفتن به خاتمی رأی دادن و امیدوار بودن که اتفاقات خوبی بیفته. ولی مثلا هر گفتمان دیگه هم چیزی که میلاد توضیح داد، اون پنجره اوورتون روش بسته شد و اون چیزی که امروز باقی مونده یک لاشه متعفنی هست که به زور دستگاه و پروپاگاندا، به زور پول جمهوری اسلامی برپاست و هر از گاهی
عمود میشه تا بیاد حالا مثل یه چه میدونم یه بستنی فروشی حالا یا یک چیز جذابی خارج از عرف جمهوری اسلامی بتونه بیاد یه ایده رو جذب کنه ببره سمت خودش. ولی اگر که بدونیم که اصلاح طلب ها که وابستن، یعنی زندگی انگلی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و خود جمهوری اسلامی هیچ پایگاه و سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی داره، یه قشر به شدت مذهبی هستن و یه عده‌ام که ازش منفعت میبرن، ولی سرمایه اجتماعی درستی نداره. و این نداشتن سرمایه اجتماعی واسه جمهوری اسلامی یعنی حکم مرگ. هر کاری رو که بکنه، هر شیوهی رو که پیش بگیره، چون سرمایه اجتماعی لازم رو نداره محکوم به فناست. وقتی خودش یعنی میزبان، بدنه میزبان یا اون چیزی که به هر حال اصل هست رو به فناست، گفتمانی که بهش هم آویزونه اون هم رو به فن، اون زودتر از بین میره. حالا اینکه اینا میان یه ذره هارت و پورت میکنن، یه ذره شلوغ بازی در میارن و مدعی میشن که ملت میرن و رأی میدن، یک بازی، یک واقعا همون سیرک انتخابات هست که ایران شهریار به درستی گفتن، در موردش هم صحبت کردن و یک نه قاطع از طرف ملت ایران میتونه این سیرک رو، امیدوارم که دیگه آخریش باشه، دیگه مشخص بشه که وضعیت ما نسبت به جمهوری اسلامی از چه قراره و دیگه بریم بقیه کارها رو انجام بدیم، اون چیزی که باید انجام بدیم تا انقلاب ملی به ثمر برسه. بسیار سپاسگزارم میلاد جان. دیگه توقع بیشتری هم نمیشه داشت و شاید خوب باشه که زمان بگذاریم و تلاش بکنیم که جبهه خودمون رو تقویت بکنیم. از نظر گفتمانی یکی از کارهایی که واقعا تو زمینه تعصبات ناشی از ذهن ضمنی میشه انجام داد آموزش هست و تمرین و اینکه به هر حال خودمون رو در معرض این نوع آزمایشات قرار بدیم، یاد بگیریم که چطور میشه باش برخورد کرد، چجوری میشه این رو تقویت کرد و به صورت مداوم این رو با آموزش به سمت درستی تغییر داد. و یکی از این کارها همین دقیقا گوش کردن به این افراد هست، مخالفت درست و منطقی با اونها و گذر از تعصب. میلاد جان، بنیاد سخن رو گفتیم و به هر حال جا باز میمونه برای ادامه دادنش. ما چارچوب حالا برنامه‌مون این هست که سر حرف رو معمولا باز میکنیم و دیباچه ای از اون موضوع رو، از اون جستار رو بهش میپردازیم و حالا میخوایم هم که ادامه بدیم اینا رو در آینده، یعنی دوباره برگردیم منتها توی مواقعی که مثلا موضوعی مانند این آوردگاه جاری پیش میاد، گمان میکنیم که بهتر هستش که در موضوع حرف بزنیم، به خاطر اینکه ما اینجا که کلاس درس نیستش که ما بیرون بدون نگاه به رویدادهای بیرون، امروز مثلا میخوایم جدول ضرب تمرین کنیم، فردا میخوایم انتگرال تمرین بکنیم، پس فردا دیگه، بلکه ما با نگاه به بیرون، با نگاه به جنبش داریم حرف میزنیم و اینکه جنبش به کدوم سو داره حرکت میکنه و چه نیازهایی داره. این ما رو به این میکشونه که موضوعات یا اون جستارها یا ویژگی‌های رفتاری یا موضوعات اخلاقی در چارچوب فلسفه یا جامعه شناسی یا هر چیز دیگری رو در اون اندازه‌ای که گمان میکنیم بلدیم، که خیلی هم زیاد نیست، با شما در میون بذاریم. به هر حال بسیار مایه سربلندی و سرافرازی ماست که در پیشگاه شما هستیم روزای آدینه و اگر گمان میکنید این گفتگوها به دردی میخوره، جایی خوبه که باز شنیده بشه و موضوعی هست که میتونه کمک بکنه، ما بعداً زحمت میکشن اینا رو در یوتیوب هم میذارن، در کانال ما در تلگرام هم میذارن، در
پادکست اپل هم در دسترس هست. اگر که گمان کردید حرفی برای گفتن داشتیم یا بخش به درد بخوری لابلای این حرف ها بود، برای کسی که دوستش دارید یا فکر میکنید که اونم بد نیست که این حرف ها رو بشنوه بفرستید. من رو هم برای سرفه های فراوانم در امروز ببخشید. شب و روز همگیتون خوش، پایدار و پرتوان باشید. جاویدان همیشه ایران پادشاهی و به امید بازگشت ایران شهریار به میهن. پاینده ایران جاوید شاه.